برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، مخلصان شبکه یوتیوبی پیام تیوی و تماشاگران گرامی تلویزیونی ماهواره پیام تیوی و همچنین شنوندگان گرامی رادیوی پیام. حالا این برنامه ما به دقت شما میرسانم که در رادیوی پیام مستقیما پخش شده است. همچنین شما میتوانید اگر شرایط این را نداشته باشید که از یوتیوب تماشا کنید، بعضی از تماشابینان ما، مخلصان ما از تاجیکستان و ما زنگ زده گفتند که در تاجیکستان نهایت سرعت اینترنت سست است، ما نمیتوانیم تماشا کنیم. شما میتوانید توسط ماهواره یوتلسات ما را تماشا کنید و این برنامه ما عین حال در شبکه ماهواره پیام تیوی نیز پخش شده است. و تماشابینان عزیز، بار دیگر خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکت محمد با شما هستم. باعث سرافرازی و افتخار بنده است که در این برنامه ما با شما تماشابینان عزیز درباره کشورمان صحبت میکنیم، برای پیشرفت کشورمان حرف میزنیم، برای ترقیات کشورمان حرف میزنیم و از کمبودی ها میگوییم تا این کمبودی ها برطرف شوند. کمبودی ها را آشکار میکنیم تا اینکه در بالای آن کار شود و این کمبودی ها برطرف شوند. کمبودی ها که برطرف شدند حتما کشور پیش می رود. امروز رئیس جمهور کشور همسایه ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان آمد. پیش آمدن شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان در تاجیکستان برای پیشوازی شوکت میرزیویف خیلی آمادگی های جدی دیده می شدند. همچنین یک چند کنفرانس ها اقتصادی برگزار شد و یک چند برای به امضا رسیدن یک چند سازشنامه ها آماده شدند. لایحه های یک چند سازشنامه ها، شرطنامه های اقتصادی آماده شدند و بعضی از آنها بین شرکت های ازبکی و شرکت های تاجیکی الکی به امضا رسیدند و به موافقه رهبریت هر دو کشور انتظار هستند. ما چندین سازشنامه ها، شرطنامه های اقتصادی را آموختیم و گفتیم که این سازشنامه ها چه سازشنامه های باشند که کشوری ما را پیش ببرند. این سازشنامه ها چه سازشنامه های باشند که سبب ترقیات کشور شوند، سبب پیش رفتن اقتصادات کشور شود، سبب از بین رفتن کمبودی های کشور شود و بعضی از چیزها به ما آشکار شد. تماشابینان عزیز گرامی، خیلی با میلیون دلارها خبرها شنیدیم که جانب تاجیکستان شرکت های تاجیکستانی با شرکت های ازبکستانی شرطنامه به امضا رسانیدند. ببینید، سازشنامه 22 میلیون دلاری در مورد همکاری برای تأسیس کارخانه مشترک بین جمعیت سهامی کشاده الومین ساختمان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود افتوصناعت اینوست ازبکستان. الومین ساختمان از تاجیکستان است. از تاجیکستان نه، این اختراعش از حسن اسدالله زاده است. از حسن اسدالله زاده. الومین ساختمان همین یک شرکتی است که زیرتابع شرکت تالکو است. یکی از گروه های شرکت تالکو است. حالا ببینید، شرکت تالکو، همین شرکت تالکویی که ما میگیم، زوادی کارخانه استحصال الومینی تاجیکستان،
حالا سومون ایر رو نگویم، همین سومون ایر هم از همین حسن اسدالله زاده است. از حسن اسدالله زاده است سومون ایر هم. حالا اینها سازشنامه امضا کردند با 22 میلیون دلار با شرکت автосаноат اینوستی ازبکستان سازشنامه به امضا رسانیدند. ببینید حالا همین سومون ایر که بلیت رو قیمت کرده میفروشد، همین سومون ایر شرکت هواپیمایی هم از همین حسن اسدالله زاده است. این رو به یک سومونیم از همه کمترین تجارتش همین است که میلیون ها میلیون مردم را غارت میکند. اینها در همین به سایت تالکو درآید، یک بار گروه های شرکت تالکو رو ببینید. تالکو گولد، طلا، نقره، سرمه، هر چیزی که خواهد میگیرد استحصال، یعنی کارکرد میکند. همه کانهای طلا، نقره، سرمه، چیزی که نباشد از اون همین تالکو است. حالا بعضی چیزها هست که بدتر گپ میزنیم. چیزی که خواهند گرفتن میگیرن اینها و تقریبا یک 20 نامگوی شرکت های بزرگ که اینها همه کنها معدن های تاجیکستان را، کندنی های فایده که تاجیکستان را کارکرد میکنند، تالکو از خود کردگی است. تالکو نه، انیقترش حسن اسدالله زاده از خود کردگی است. حالا این الومین ساختمان که بچه یا دختر شرکت تالکو است، یعنی دوچرنه ارگانیزاسیون میگویند، با شرکت автосаноат اینوستی ازبکستان سازشنامه 22 میلیون دلاری به امضا رسانیده است. خوش این همین شرکت الومینی ساختمان از این پیش هم وقتی که دفعه گذشته شوکت میرزیویف آمادگی بود، با ازبکستان چندین سازشنامه ها به امضا رسانیده بود. ببینید کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان جمعیت مسئولیت محدودی کارخانه تکنیکی مخصوصی تالکو کرانتاس، انا نام، 4 ایول سال 2018 در جلسه عمومی مؤسسان کارخانه واحدی فرعی الومینی ساختمانی کارخانه واحدی دولتی شرکتی الومینی تاجیک تالکو و جمعیت مسئولیتش محدودی کرانتاس گروپ کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان جمعیت مسئولیتش محدودی کارخانه تکنیکی مخصوصی تالکو کرانتاس تأسیس دادند. حالا اینجا رو ببینید 19 ایول سال 2018 جمعیت مسئولیتش محدودی کارخانه تکنیکی مخصوصی تالکو کرانتاس در جمهوری تاجیکستان رسما به قید گرفته شد. نمودهای اساسی فعالیت جمعیت مسئولیتش محدودی کارخانه تکنیکی مخصوصی تالکو کرانتاس استحصال افتوکران، همین خیلی هم بوده است. نمودهای دیگری تکنیکی مخصوص استحصال نیم یدک و یدک تراکتور، نمودهای دیگری فعالیت که با نمودهای نامبرده رابطه طرفین داره از همین قبیل چیزها را استحصال میکند. چی نامش؟ تالکو کرانتاس. این هم مشترکاً با ازبکستان ساخته شدگی است. دوچرنه ارگانیزاسی تالکو است. بله؟ تماشا بینون عزیز. حالا من همین تالکو با 22 میلیون دلار سازشنامه 22 میلیون دلاری با ازبکستان بسته است، با یک شرکت ازبکستانی. از این پیش هم سال 2018 بسته بود است. تقدیرش چی شد به ما معلوم نیست. اما همین شرکت تالکو که چی میگن حسن صدکاره همه کاره نیم کاره در گوجا نروید، در گوجا نباشد،
پای تالکو کشیده میشد، پای حسن اسدالله زاده همونجا هست. پای حسن اسدالله زاده در همونجا هست. این خیلی با درآمد به تاجیکستان، با راهی فایده به تاجیکستان، نه فقط در گوجای غارت هست حسن اسدالله زاده هست. در گوجای غارت هست حسن اسدالله زاده است. اما وقتی که به کشور وقت درباره فایده آوردن، به کشور درباره خدمت کردن، برای ترقیات کشور وقتی سوال میگوید که حسن اسدالله زاده چیز هم گذاشته است؟ هیچی، فقط غارت، بجز غارت. این کس فقط همین قدر که دادری زنی رئیس جمهور هستند، دادری خانم یکم کشور هستند، بجز غارت دیگر هیچ کار نمی کنند. ببینید حالا شرکت تالکو را از خود کرده است، گرفته است، شرکت خود را از خود کرده است. این رو همه میدونید، در این باره معلومات زیادتی نمیدیم. ببینید همین شرکت تالکو در مدت 6 سال از آخری سال 2009 تا سال 2016، حالا دقت کنید به اکران یا نشون میدیم، از سال 2009 تا سال 2016 در آزیا پلیس نشان داده شده است. تا سال 2016 چندین مراتب قرض این شرکت تالکو در نزد برق تاجیک بخشیده شدگی. چندین مراتبه. ببینید دوام 6 سال از سال 2009 تا سال 2016 261.6 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا قرض شرکت الومینی تاجیک تالکو از استفاده نیروی برق از اعتبار ساقط کرده شده است و این هم در حالی است که شرکت با تعرفه‌های بیشتر پسترین نیروی برق را دسترس می‌کند. طبق قانون تاجیکستان، طبق طلبات، شرکت ها شخصان حقوقی از شخصان واقعی با قیمت بلند برق میخرند از برق تاجیک. اما اینجا شرکت الومینی، شرکت تالکو استثناء است. این با نرخ پست است، حتی از مردم، از شخصان واقعی نیست، با نرخ پست برق دریافت میکند. اکنون ببینید چندین مراتبه بعد از سال 2009، بعد از 2 سال صادرات 2009، باز سال 2011، سال 2014، سال 2016 تا به امروز در مدت 10 سال 10 مرتبه میلیون ها میلیون دلار قرض این شرکت از بودجه تاجیکستان پرداخت شده است. از بودجه تاجیکستان به اعتبار دانسته شده است. یعنی برق تاجیک گفته است دیگه این پول داده نمی شود، تمام. یا اینکه از حساب بودجه تاجیکستان به برق تاجیک پرداخت کرده شده است. الومینی، شرکت الومینی در یک طرف نمیدهد پول را، پادشاهش یزنه رئیس جمهور امام علی رحمان میگن از بودجه برای بیتین، معلش حسن اسدالله زاده خسر بچه خفه نشود. تاجیکستان را به یک بازاری اویله خودشون ترتیب دادن همیخیل و همیخیل بخشیده شده رفتن میگیرد. وقتی که از بودجه کنده داده میشود پول برقی که تالکو صرف کرده است، وقتی که از بودجه کنده داده میشود، این مضمون چی را دارد؟ مضمون این را دارد که شهروندان جمهوری تاجیکستان به شرکت برق تاجیک 2 مراتب پول میدهند. یک مراتب مردم تاجیک
همین پول بودجه پول مردم است. بله مردم تاجیک هم پول خودش رو میدهد، پول برق مصرف کردهش رو میدهد، هم پول شرکت تالک رو میدهد. ما برقی که شرکت تالک استفاده کرده است. اکنون ببینید تماشاگران عزیز، همین شرکت تالک، شرکت الومینی تاجیک دائم قرضدار است. حالا مدت 30 سال باز چی فایده آورده است به تاجیکستان؟ تعیین فقط قرضدار. چی فایده آورده است؟ تعیین فقط قرض این را از حساب بودجه از اینجا قرضدار است پرداخت میکنن، از اونجا قرضدار است پرداخت میکنن. چند سال پیش از انگلستان قرضدار شده بود، پرزیدنت تاجیکستان را به سود داده بودند، به چه خلاص شدند. حالا سودشان در اروپا رفته ایستاده است، قرضدار هستند، سودشون در اروپا رفته ایستاده است. در اونجا هم چندین مراتب سود رو بوی دادن، پول رو از حساب بودجه از تاجیکستان برده دادن، خلاص نشدن، حالا رفته ایستاده است. این خیلی کشمکش ها. حالا ببینید پول برق رو نمیدهد، پول برق رو باز مردم از حساب بودجه کشور میدهد با یک فرمانه رئیس جمهور. همین در همین خیلی حالت اینها به تمام تاربودی کشور چشم الو کردند. از طلا، نقره، سرمه، آهک، همه چیزی که در همین تاجیکستان هست همه از این هاست. اما فقط کدام شرکتش چند پولینه به تاجیکستان فایده آورده است هیچ کس نمیداند. چند پولینه شرکت این شرکت ها به تاجیکستان فایده آوردن هیچ کس نمیداند. فقط میشنویم که قرضدار هستن. حالا همه رو مونید یک زواد الومینی تاجیکستان، کارخانه استحصال الومینی تاجیکستان که یک فخر کشور بود، یکی از بزرگترین کارخانه های اتحادی دولت های مستقل SSR به حساب می رفت. حالا این رو مدت 30 سال است یک بار گزارش ندیده که یک سومانی فایده آورده اید به تاجیکستان. فقط قرضداریتان رسانه‌ای می شود. شما چی اکنون با ازبکستان سازشنامه 22 میلیون دلاری بستن چی؟ باز یگان کسی را بسیر میکنید باز مردم پرداخت میکنید. مونده سلیم صدکاره همه کارا نیمکاره یک تش را بقر درست کن، از اودش میبر اومدگیت کن. نه سامان ایره درست کرده میتونی، نه تالکوی درست کرده میتونی، نه یگون شرکتی که داری یگون چه درست کرده میتونی. آخر یک تش قبل یگون خردتری از اودش میبر اومدگیت قبل همین رو بگیر یک موفق شو اول بین از اودش میبروی یا نمیبروی. همه جا به همین خیل چنگال انداخته 10 انگوشت رو به دهانت میتقانی نمیشه و داخل. حالا یک شرکتی دیگر یادداشت درباره نیت عملی سازی لایحه به مبلغ 2.5 میلیون دلار بین جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اوستا گروپ و جمعیت دارای مسئولیتش محدودی آرتل انجینیرینگ اند منیجمنت این ازبکستان است. اوستا گروپ فهمیدید؟ نه اوستا گروپ از اونی که کسانی که نمیدونید به معلومات شما میرسونم که اوستا گروپ از اون رستم جان است، از اون رستم امام علی. اوستا گروپ از اون رستم امام علی. اینها چیکار کرده اند؟ به مبلغ 2.5 میلیون دلار با یک شرکت ازبکستانی سازشنامه به امضا رساندند. رستم جان تو رئیس شهر دوشنبه، رئیس مجلس ملی، رئیس اوستا گروهی،
президент федерاسияи футболи чӣ кадомашро мекунӣ? Кадомашро? як тиша бигир охир дуруст ба иҷро расон бинем охир натиҷаи корро. генерали ҳарбӣ اور як тиша бигир. حالا وقتی که این خبر رو خوندم که همین شرکت‌های تاجیکستانی به این شرکت‌های ازبکستانی سازشنامه به امضا رسوندن، این شرکتی می‌بینیم شرکت نه اویله به چند شرکت اویله رئیس جمهور رستم جان، حسن جان، تخمینه جان، آزاده جان با یار جوره هایشان، حالا به این هم برمیگردیم، با یار جوره هایشان با چند شرکت های ازبکستانی سازشنامه بستند. همه شرکت های ازبکستانی که اومدید با این اویله سازشنامه ها با امضا رسانیدید، همین در ازبکستان هم همین خیلی برادران ازبک، اما شرکت های شوکت میرزیویف می از آن بچهش، از آن دخترش، از آن دامادش همین خیلی می. حالا یک شرکت دیگر در این باره ما جستجو کردیم، گفتن که به یکی از همین اعضای عائله ربط دارد، لیکن دقیق کرده نتوانستیم که با کدام از این عائله ها، با کدام از نفران عائله رئیس جمهور تعلق دارد. جمعیتی حالا ویش اوستا گروه بود، اناکنون اینش اوست گروه. جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی اوست انجینیرینگ با جمعیتی با شرکتی BMB ترید گروپ سازشنامه به امضا رسانده است. تماشابینان عزیز، این شرکت اوست انجینیرینگ و برادران عظیم، امید، دلیر، هر سهشون هم حکیموف‌ها تعلق دارد. سه برادر عظیم جان، امید جان، دلیر جان، حکیموف‌ها صاحبان انمی شرکت هستند. شرکتی اوست انجینیرینگ. اینها با احتمال زیاد یکی از اینها جوره رستم جان است. از این که با کدام شرکت ها همکاری میکند از همین هم پای برده می شود. این شرکتی اوست انجینیرینگ با برق تاجیک، انمی برق تاجیک که دائم قرضدار است، یک شرکتی میانه رو بین استحصال کننده برق و بین مردم، با شرکتی برق تاجیک، با شرکتی فراز، با تالکو همکاری میکنند. کلینت هایش همین ها هستند. کلینت های اوست انجینیرینگ. حالا با امید 88 همکاری میکرده است. حالا در این باره گپ میزنیم. ببینید شرکت اوست انجینیرینگ از هر سه همین دادران است. کلینت هایش برق تاجیک، فراز، تالکو، از جمله امید 88 که شرکت فراز غصب کرد، صاحبش را در زندان کشتن. انمین اوست انجینیرینگ است. هم تو از با کی ها کار میکند معلوم میشود که فراز کی و تالکو کی. یا بدو گیرید برادران حکیموف‌ها، چه خیلی که برادران میرزایف ها اوستا گروه را رهبری میکنند، برادران میرزایف ها. اناکنون اوست انجینیرینگ را، این اوست انجینیرینگ فقط چینی باز چند گروه های چی داره، شرکت ها داره، زیر تابع دارد چند شرکت هایی. اناکنون اوست انجینیرینگ با چه خیلی که اوستا گروه را برادران میرزایف ها اداره میکنند، این اوست انجینیرینگ را برادران حکیموف ها اداره میکنند. رستم جان نیرنگاد بمرم.
خیلی سکین آیسته آیسته سایه های دستت پیدا میشوند از هر کجا. اینها با مقدار به مبلغ 3 میلیون دلار به یک شرکت ازبکستانی با نام BMB ترید گروپ سازشنامه به امضا رسانیدند. این هم شرکت، حالا راست گپ، شرکت اوستا گروه هممون میدونیم، یگان شک و تردیدی نیست که از آن رستم جان است. فقط احتمال دارد این هم از آن رستم جان باشد، چون که تاکتیکی کاری همین خیلی است، مثل اوستا گروپ است. اکنون تماشاگران عزیز، یک توی دیگر قرارداد امضا شده است از طرف تاجیک سمنت با ازمت کامبینات. تاجیک سمنت هم میدونیم از اون کی است، از اون اویلا است. جمعیت دارای مسئولیتش محدودی آهنگدازی تاجیکستان، این هم از اون اویلا است. انا همین خیل میری رفتن میگیری، همش به یک اویلا تعلق دارد. همه شرکت هایی که با شرکت های ازبکستان شرطنامه همکاری امضا کرده اند. نمورد آدم میشید. ببینید درباره امید 88 گفتیم که شرکت تلکا قرضش، خصوصا قرضش از برق تاجیک 10 مراتبه بخشیده شده است. بله، و قرضدارترین شرکت حساب می شود. قرضدارترین شرکت، من مرحمت، من نه، از اپیلوس گفته شده است. ببینید قرضدارترین شرکت با واهمه میکنند. این شرکت قرضش بخشیده می شود، از بودجه تاجیکستان داده می شود. لیکن وقتی که امید 88 قرض گرفته بود، امامعلی رحمان خودش برآمد کرد. رئیس امید 88 را گناهکار کرد، گفت که قرض را گرفته بر نگردانیده است. به جای آن که این را دستگیری کند، این آدم بیگانه ده، بله، آدم بیگانه را بردن به زندان انداختند، همه داراییش را غصب کردند. شرکت فراس، شرکت داماد رئیس جمهور، تمام دارایی های امید 88 را از خود کرد و رهبرش را در زندان کشتند. به همین قریبی 2-3 ماه پیش در زندان فوتید. این را کشتند، لیکن حسن اسدالله زاده را قرضش را از حساب بودجه تاجیکستان یا پرداخت میکنند یا میبخشند. کجاست عدالت؟ حالا از موضوع دور نرویم، فقط همین رو پرسم که کجاست عدالت؟ من این شرکت های شما احوالش، حالا ببینید اینها در چی هاشون نویستند، یعنی کاراکتری کارخانه هاشون که طبق آیین‌نامه کارخانه هاشون اینها چی استحصال باید کنند، تراکتور استحصال کنند، اتوبوس باید استحصال کنند، ماشین باید استحصال کنند. کنی حالا گفته شدن ما ماشین استحصال میکنیم. ماشین چی استحصال میکنن اینها؟ ببینید ازبکستان با یک چند شرکت های خارجی کارخانه های مشترک استحصال ماشین دارد. بجای آن که اینها بروند، آمدید، بجای آن که اینها بروند با همه شرکت ها با دست یکم گفتمان کنند و شرکت را مشترکان در تاجیکستان کشویند، با نفر دویم رفته گپ میزنند، نفر دویم با تاجیکستان شریک می شود برای ماشین استحصال کردن. اقتصادات زورش دیده شده می بهترین اقتصادیات فقط در درون ناخنک. با جای اون که اینها بروند همون شرکتی مثلا گریم کریگی، شرکت آلمانی،
بروند به همین شرکت ماشین سازی، ماشین براری، استحصال ماشین شرطنامه همکاری ببندن، اینها به دست دویی میبندن. در همین جا وقتی که ماشین به دست سوم که استحصال می شود، با دست سوم استحصال می شود، نرخ ماشین چی می شود؟ نرخ ماشین چی می شود؟ از همین ماشینی که در تاجیکستان استحصال می کند به مردم با نرخ دسترس پیشنهاد کرده می شود، با دست سوم ساخته. حالا اینها ماشین را استحصال می کنند، دست سوم باز یک شرکت دیگر میگیرد، автосалон ها دست چهارم. اگر مردم تواند دست پنجم می شود، نتواند دست ششم. حالا واهمه دارید که با ازبکستان شما سازشنامه بسته اید که در تاجیکستان ماشین استحصال میکنید. شما بروید گویید که من با یپونیا ما سازشنامه به امضا رسانیدیم، ماشین تویوتا استحصال میکنیم. با آلمان سازشنامه به امضا رسانیدیم، ماشین اوپل، مرسدس استحصال میکنیم. این گپ ها رو گفته میتونید؟ خیلی دار زده می آمده است. برای همین تماشابینان عزیز، انا قرار رو سازشنامه هایی که تاجیکستان بگجا با ازبکستان بسته است و این واهمه ها 2 روز و 3 روز دوام دارد. این شرکت به این شرکت سازشنامه بسته است فلان میلیون دلار، این شرکت به این شرکت سازشنامه بسته است فلان میلیون دلار. لیکن وقتی که یک جستجوی کوتاهی ما نشون داد که همین اویله بازی کرده است، تمام به چشم مردم خاک زده است، تمام. طول چند روز است تماشابینان عزیز، مهاجران به ما زنگ میزنند. مهاجران به ما زنگ میزنند، میگویند که ما از آن نگران هستیم که در تاجیکستان یک فرهنگ پیشوازگیری از مهمانان به نهایت به طرزش بی‌شرمانه، با بی‌حیایی الکی به یک عنعنه تبدیل یافته است و هر یک رئیس جمهوری که پیشواز میگیرند، مهمانی که پیشواز میگیرند، حتما دختران تاجیک را قطار کردنشان لازم است. حتما دختران تاجیک پیش آنها بزانی نشستنشان لازم است. حتما پیش آنها سری تعظیم فرود آوردنشان لازم است. مهاجران میگویند ما را مهاجر کردند، دختران ما را این گونه استفاده میکنند. یک فرهنگ که بی‌حیایانه است و اما این گونه فرهنگی بی ناموسانه در یگان کشور دنیا دیده نمی شود، فقط در تاجیکستان. درست است از مهمان با یک شکوه و شهامت پیشواز گرفتن و او را احترام کردن از رسم رسومی تاجیکستان است، از رسم رسومی تاجیکان است. و اما به تمام دختران را برآورده قطار کردن و آنها را بازانو نشاندن در کجای فرهنگ تاجیک راست می آید؟ در کجا؟ شما همین شوکت میرزیویف، امام علی رحمان به کشورهای خارج سفر میکنید، به آلمان میروید، به کشورهای اروپایی میروید، مثلا شما رو همین خیل دخترانشون را پیش شما برآورده همون نفرانی که مسلمان نیستند همین خیل پیشواز میگیرند در یک کشورهایی که عنعنه‌های اسلامی برای آنها
اونقدر اهمیت ندارد. ما خود را مسلمان میگیریم، طبق عرف و عادتهای ما. این خیلی یک ننگ بزرگ است. چرا ما چنین کنیم؟ کاری که یک غیر مسلمان به خودش اصل و روانه میبیند، برای یک مسلمان ننگ نیست. حالا مالش دینداری، مسلمانیگری اینها را یک سمونیم. تنها یک همین تاجیکی که با ننگ ناموس از همین خیل میکند نمیکند آخر. حالا بعد از این دقیقه ها میخوام با هم صحبت کنیم تماشاگران عزیز و با هم باشیم، با هم صحبت کنیم و شما نیز شریک برنامه ما باشید، فکر اندیشه و ملاحظه های خود را بگویید. ببینید در پایان نوار لینکی که به استودیو وارد میشوید گذاشته شده است. رقم واتساپ و ایما نشان داده شده است. میتونید توسط ایما وارد استودیو شوید، میتونید توسط رقم واتساپ وارد استودیو شوید، میتونید توسط لینکی که میخواهید با نوار با سیمای خود برآمد کنید توسط لینک میتونید وارد شوید. حالا یک زنگ از واتساپ آمده است، ما زنگ را از واتساپ قبول میکنیم. بفرمایید. لبای. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا خوبت اینجا که؟ الحمدلله. برادر عزیز بلندتر صحبت کنید، ما شما رو میشنویم. ما هم پرتیف رژیم رحمان. الو. من پروتیف رژیم رحمان هستم. اینجا معلوم هست در کامنت رو می نویسم. اخبار در اشتم کاریسیان رو سیگاب. شما چی فکر دارید درباره این صحبت های ما درباره موضوع امروزه؟ موضوع شما درست است. خوب است که انشالله درست است که موضوع شما. دیگر گفتنی ندارید برادر عزیز؟ هست اگه با که گفتنی داریم اکا. بفرمایید. الو. گپ زنید، ما شما رو میشنویم برادر عزیز. قطع شد. حالا به ما برادر عزیز گرامیمان فرهاد آدینایف پیوست شدند. امیدواریم که همین که پیوست شدند دانسته می شود که گفتنی های دارند در این موضوع. برادر فرهاد آدینایف خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. خورد شدند به فکرم. بله، تا اینکه بار دیگر وارد شوند ما صحبت را ادامه میدهیم. برادران و خواهران عزیز، تماشاگران گرامی، تگمه لایک رو پخش کنید. کسانی که حالا ما را تماشا کرده ایستادید و با برنامه های ما آبونه، با برنامه های ما از برنامه های ما خبر ندارید و این برنامه که تماشا کرده ایستادید اولین بار میبینید، لطفاً پیش از آن که با برنامه های ما آبونه شوید، با شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید، یک بار برنامه های ما را تماشا کنید. همه درد ملت هستند. بعد از آن اگر صلاح دانستید که حتما به این شبکه یوتیوبی باید آبونه شد تا اینکه از درد ملت آگاه شد، برای اصلاح جامعه باید شریک شد، خواهش میکنم از شما به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید و برنامه های ما را پیگیری کنید. حالا تماشاگران عزیز ما را زیاده از 1000 نفر تماشا میکنند، اما همگی 600 نفر تگمه لایک را پخش کرده اند. خواهش میکنم باقی مانده ها نیز تگمه لایک را پخش کنید. پخش کردن تگمه لایک این معنای آن را دارد که شما دیگران را به این برنامه خبر میکنید. بیایید اینجا یک برنامه شده ایستاده است، با هم میبینیم، همین قدر مضمون دارد. بیایید دیگران را خبر کنیم با پخش تگمه لایک تا اینکه این برنامه را با هم تماشا کنیم. و اگر خواهش آن را داریم که یگان چیز
گفتنی هستیم، ابراز اندیشه کنیم. بفرمایید توسط رقم ایما، واتساپ و توسط لینک وارد برنامه ما شوید. حالا یک زنگ دیگر از واتساپ آمده است، آن را گوش میکنیم. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر خوب هستین؟ اینجا هستین؟ الحمدلله. از خودتان پرسیم. امیدوارم که شما هم خوب و صحت و سلامت هستید. حالا بفرمایید درباره موضوع ما چه گفتنی هستید؟ فکر و اندیشه شما چی است؟ یا ملاحظه دارید؟ من برآمد شما را از طرف تماشا نکردم. صداتون پس می آید. زنگ زدن سببش من شما وقتی که هم از منطقه لنلاباد باشید در طوره. بله. شما لحظه خودتون قدی گفت دوسته برادر دیگه هست برآمد میکنم. این سالم کمانتر هست از نسبت آهان. همون برادر برآمد میکنن لحظه های قرارگی قطعی. من امروز پرسه سراغ کردم یک همون که به اشور حسین بفکرم. بله. همون آدم من پرسه سراغ کردم گفتن که از عینی یا احمدشاه. من راستی گپ نمیدونم دوستم. اینجا ما موضوع ما شناسایی با هم نیست و برنامه ما پیشواز شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان در تاجیکستان در شهر دوشنبه پایتخت کشور و امضای سازشنامه ها با ازبکستان است. این من فهمیدم شما یا بله. دوستی کردن جدا نه. من اول ما گپ زدیم درباره سازشنامه های ماشین براری. بله. همون مسئله ماشین براری شما گفتین که آدم سیوم قطعی رفته دو گور کرده استودیا. همین خیلی گپ بود با فکرم. اگر فکر ما خطا باشد با دلیل ها میتوانید بگویید که این فکرتون نادرست است. من این خیلی دلیل ها دارم، مثلا معلومات اقتصادی دارم، میتوانید بگویید. من خطاگی نمیدونم. من اختصاصم اکونومیست ده. بله. برای همین قدر من همون شما گفتین که چرا رفته گرمن یک قطعی یپون یک قطعی دو گور نمیکنن. برای مسئله ماشین براری دیگه دولت ها قطعی دو گور کردن به دولت فینانسوی تلاجینش باید جدا بقوات باشد. بقوات باشد بعد اون دولت ها اومده میبینن بعد دو گور کردنشون ممکن نیست. نه همه وقت. اگر یادتون باشد یک وقتا завод مرسدس ازبکستان با ماشین گروزهای برآوردن. یک وقتا همون سازمانشون رای نشد من کردم برآوردن ماشینا. همین خیلی همون آدمایی که یکم از دست یکم میگیری میگم که همون دست یکم نمیخوان دولت های مایده با اومده زواد ماشین براری سازد. اگر من این نقطه نظر من فهمیشی من تاجیکستان با این زبیتا کلان نیست. برای همین دولتی که نو آباد شده است یک موجود تک گروتیکس. اینا هم از همین وضعیت خودشون از رزمایش خودشون نگاه کردن خیلی دو گور کرده است که اقلا هیچ نباشد یگان ماشین یا ترکتور در تاجیکستان برو استحصالات شود. همین به من خرسندم که میلش ماشینی اونقدر خوشون نباشدم دیگه نباشدم نه زبطه ماشین برآوردن دارن. من همین مسئله به خرسندی میکنم. خوب تشکر به شما. ببینید اجازه است که از شما سوال کنم در همین باره. میلش برادر.
ببینید برادر عزیز گرامی، ما هم خرسند هستیم که در تاجیکستان ماشین استحصال می شود. این به نهایت یک خرسندی بزرگ است، دستاورد بزرگ است. لیکن ببینید نرخ وقتی که دست سیوم و چهارم شده به تاجیکستان ماشین می بیاید و به دست مردم دست چهارم و پنجم شده می بیاید ماشین، مگر در نرخش تاثیر نمی کند؟ تاثیر کردنش ممکن. حاضر اکنون این خیلی دیدم همه کمپلیکتویشی و یا از خود ازبکستان بر اومدن دارن. ممکن شما تاجیکستان ما ممکن اینو نیکسیا یا دمسک هم میکنن. ممکن من نمیدونم کدام ماشین به دوگور کرده. اگر نیکسیا و دمسک ازبکستان در استحصال تکنیک های کشاورزی نیز خیلی پیش رفته است. واقعا درست میگید. فقط اینجا ببینید مثلا گریم وقتی که در تاجیکستان یک مثلا گریم ماشین استحصال شد، یگان تکنیک استحصال شد بگذار، حالا در ازبکستان تجربه چنین است. مثلا در ازبکستان اگر یک ماشین نو استفاده نشده را اگر به $10,000 یا به $12,000 اگر خریداری کنید در خود داخل ازبکستان، همین ماشین را در کشور روسیه میروید به $7,500-8,000 دریافت میکنید. در خود ازبکستان از $2,000 تا $2,500 ماشین قیمت است نسبت به خارج. یا در کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل ماشین هایی که ازبکستان خودش در داخل خودش استحصال میکند در داخل خودش قیمت است، اما در خارج ارزان میفروشد. این یک. دوم راستماشکا میگویند. باج خراج ماشین هایی که از خارج کهنه هستند، نو هستند، به ازبکستان وارد میشوند، نهایت قیمت هستند. حالا تاجیکستان یگان ماشین استحصال نکرده، یک بالون ماشین، یک چرخه ماشین یا یک چنبرک ماشین استحصال نکرده، راستماشکا یا خود باج خراج ماشین ها را به درجه بالا برداشته است که به هیچ گفتار راست نمیگوید. حالا ماشین استحصال کنی شود چه خیلی میشود. حالا که این چیز همه به دست یک اویله گذشتگی است، یگان نفری آزاد، یگان صاحبکاری آزاد، تاجری آزاد ماشین استحصال نمیکند، ماشین رو اویله استحصال میکند، نرخش رو همین میماند. چه که ما شما باید که شرکتی که با ازبکستان سازشنامه به امضا رسانیده است با اویله رئیس جمهور تعلق دارد. من حاضر شما باید چیز دیگه بگم. نه مایلش بفرمایید. وقتی که ازبکستان طریقتی دو گور کرد مسئله ماشین بروری با اسلام کریموف کرد، اما شرکت سال اول هم من نفهمیدم اون گپتون. ازبکستان با کره به امضا رسانید، اما شرکت از آن خانواده اسلام کریموف نبود. اکنون ویش برای من نوروشن است. دو گور کردن قطعی کره 4 سال 5 سال اول همه قسم های جمع می شدگی از کره می آمد، فقط کوز در ازبکستان می شد. بعد در بر زوادو من اندیجان رفتگی هستم، من دیدگی هستم هم توی، اما بر زوادو با آدمو فیرما ها شکایدن، یک کس پتفرنی بروارده سر کرد، یک کس سکمیکش بروارده سر کرد، یک کس رولش اختبای کرد. همین محصولاتش می آوردن و همین جا خودشون در سیخوی خانگی همون چیزای بروارده سر کردن. از پشت این چندین آدم صاحبی کار شدن و زندگیشون آباد شد. من حاضر اکنون در دوام 15 سال 20 سالی که ماشین برآورده است از ازبکستان، همون ماشینویا پشتی تمامی چیزاش از خود ازبکستان برآمدن دارد. چون که زواد موتور هم یگانه موتورش می اومد قطعی کاروبکش، زواد موتور جمع کنی هم اینا ساختن خودشون. برای دو گور کردن تاجیکستان قطعی اکنون دوستی شخصیت من شخصای کلان دوستیش هم بسیار چی حل میکنه در مقیاس سریع میازیه. همین مسئله با
ممکن همون رستماشگاهشون هم میبردارن از موبایل، نرخ ماشینشون ارزان میشه. یگان سازوماری کرد داغستان هم مسئله باقی. بسیار خوب، تشکر ماشین زیاد از برای شما. امیدواریم که بگذار گفته های شما و حسن نیت شما عملی شود. تشکر میکنیم به شما. نوبت رو به دیگران میدهیم. حالا برادر عزیز گرامی ما فرخاد عادل‌نایف، بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم شوکت جان، صدای من هست ان شاء الله؟ و علیکم السلام. بله صدایتان هست و خیلی خوب. خب، درود و سلام با بینندگان پیام تیوی، رادیوی پیام. سلام با برادرانی که در استودیو هستین. راستی من میخواستم امروز صحبت رو از تبریکات سر کنم. امروز یکی از استادان ما، یکی از برادران مبارز ما، سید عمر حسینی و بابا جان قیوم زادروز دارند. من هر دو این رو و روز زادروزشون تبریک میگویم. مخصوصا از درگاه خداوند دعا میگویم که استاد سید عمر حسینی و تمام برادران زندانی هر چی زودتر از زندان این ظالمان آزاد شوند. خدا کنند که ما زادروز آیندهشان را در آزادی با هم قید بگیریم. خب، تشکر برای دعوتتون شوکت جان برای در برنامه. من میخواستم از برادران تکنیکی در اول همون نوارو که من فرستادم از واخوری بعدی پاندمیه، یعنی که سال 2002 وقتی کرانتینا خلاص شد، آقای مرکل با مکرون واخوردن، اون رو یک بار نمایش گذارم. ببینید، من شرح میدم این واخوری مرکل و مکرون است. این دو کشور اگر کسی نداند دو کشور اروپایی است، یکی آلمان دیگری فرانسه. دو کشور بایترین اروپا است. در این واخوری ببینید، واخوری با یک خب آزادگی، با یک نمیدونم اخی چخیل میتون این رو شهر داد، دو کشور بایترین اروپا و میخورند و با تمام سادگی و میخورند. حالا ببینید در دوام این ویدیو شما میبینید در کجا، ببینید این منظره رو ببینید. یگام رقاصه نیست در بیرون، یگام نفر خرسک نمیزند برای این دو نفر، یگام حافظ در اینجا نیست. سادگی را دیدید در واخوری. اکن در دوام بگذارید واخوری سال 2018 میرزیوف رحمان فکی. این واخوری از اون واخوری خیلی هم با شکوه تر است، یعنی با خیلی هم با مصرف زیاد است. ببینید شوکت جان، در این واخوری آقای مرکل و مکرون برای دستگیری فاند کشیدند که برای دستگیری کشورهای اروپایی که اقتصادشان ضعیفتر است. 500 میلیارد دلار این دو کشور برای دیگر کشورها فاند کشیدند. 500 میلیارد دلار از بودجه خودشان برآوردن برای کشورهای اروپایی خفا مانده، اقتصاد ضعیف داشته. چون در پاندمی بعضی کشورهای اروپایی اقتصادشون ضعیف شد، مثل لیتوا و لاتویا، استونیا، اینا برای اونها را کمک کردن. تاجیکستان ما حدود 4 میلیارد دلار قرضدار است، ولی باز یک برادر، دوست، شریک استراتژی با گفته خودشان پرزیدنت همسایه کشور میآید، اون رو با تمام شکوه با رقاصه ها، هزارها رقاصه، ببینید از رقاصه ها از 1000 نفر هم زیاد هستند، همین حافظ ها 250 نفر، با این هم مصرف کلان زیاده از 3 میلیون دلار برای یک واخوری در دوشنبه، ولی با چندین میلیون در خوجند. همه این مصرف ها به خاطر چی است؟ یک همسایه‌ای که همسایه دوست و برادر خودت رو که یک بجای اون که یک رفت و آمدی ساده داشته باشند، یعنی یک چیزی معمولی باشد. چون ما اگر خونه همسایه برویم تیاری بسیار نمیبینیم، خب میریم همچون یک همسایه، همچون یک دوست، یک برادر. همه این مصرف ها به کی لازم است؟ آیا همه این مصرف هایی که از بودجه می شود کی باید پرداخت کند؟ باز همین مردم کمبغل که امروز از 500 تا 1000 دلار و 1300 دلار بلیط میخرن و مسکو روسیه میرون برای مهاجرت و کار کنی.
باز همین مهاجر که با طریق ازبکستان به خاطری که ارزانتر بلیت بگیرن، نمیدونم 30,000 و 35,000 روسی، یعنی حدود 300-400 دلار بلیت میخرن به خاطری که کمی باشد ارزانتر با روسیه سفر کنن با مهاجرت مهنتی. چرا ما بجای اون که یک کشور قرض داریم، یک کشور عقب مانده ایم، واخوری های دولتی رو ساده کنیم، اون رو با یک حشمت و نمیدونم با یک مصرف های زیاد برگزار میکنیم. میدونید این چی است؟ برای بینندگانی است این یک کسلی است، این یک کسلی دیکتاتوری است که میخواهد از خود هزار زیاده از اونی که هست 1000 مرتبه زیاد نشون بده. این چی بیماری است؟ آخه شما میبخشید گفتیم تاجیکا در 1000 تا چیزی ندارید که از اون خالی کنید کیسه خالی. آخه شما کجا میروید؟ با کدام سمت رفته ایستاده؟ نمیشد آیا این مصرفی که 2-3 میلیون دلار در واخوری با شوکت میرزیویف صرف میکنید در یک کارخانه بسازید؟ من ببینید اون سندهای امضا شده این امروز و فردا رو نگاه کردم چی سندهای امضا میشوند و چی اکثر اونها رو نگاه کنید اگر شرکت‌های خصوصی هستند و دو کشور دو شرکتی خصوصی بین هم شرطنامه میبندن. رئیس جمهور دو کشور در این چی دخل دارد؟ همین شرطنامه بین دو کشور نیست، این شرطنامه بین دو شرکت است. آخه اون این همه روزه هزارها شرکت ها بین هم شرطنامه میبندن، کسی از اونها استقبال نمیکند، کسی از اونها در رسانه‌های دولتی خبر نمیدهد که شرکتی وطنی با شرکتی وطنی ازبکستان این چی مسخره بازی است؟ شما کی یک عقل سالم رو کار میفرمونید و خب برمیگردید به یک پیشرفت، باید نمیدونم یک در حقیقت یک کارخانه نمیدونم یک چیزی میسازید که مشکلی جامعه حل شد، مشکلی تاجیکستان حل شد. و اونم که پیشتر این برادر گفتن استقبال میگیرن از ساختن کدام زواد ماشین براری در تاجیکستان. میبخشید برادران عزیز، این یک بی‌عقلی است. و تاجیکستان چی دارد که باز یک ماشین استحصال میکند؟ ازبکستان از اونه که ماشین استحصال میکند، درست است که جای کار تامین کرده است و خریدار در درونی، یعنی خریدارش از درون خودش هست، خیلی پیشرفت هم کرده است، چون ازبکستان یکمش که زیاده از 30 میلیون اهالی دارد، از ما 3 مرتبه زیاد است. سطح زندگی ازبکستان از تاجیکستان دیده چندین مرتبه بالا است. یعنی مردم ازبکستان در داخل ازبکستان اگر 3 میلیون مهاجر داشته باشد یا 4 میلیون، 27 میلیون 28 میلیون مردم ازبکستان در داخلش کار میکنه و زندگی دارد که برای یک نکسی خریدن یا برای یک ماشینی که در ازبکستان استحصال میشد خریداری کردن میتواند اونها. ولی ما تاجیکستان در کجا داریم؟ اونم اگر قیاس کنیم همون شرکت بلاروسی، تراکتور بلاروسی که در تاجیکستان استحصال شد، خب حدودی 1000 تا زیاد استحصال کردن، با کی فروختن؟ نه صاحبکار وطنی اون رو خریده میتونن، نه اون رو در خارج فروخته میتونن، چون بلاروس خودش در خارج میتونه با نرخ یک ارزانتر از اونی که در تاجیکستان استحصال میشد بفروشد. چرا اون رو باید در ببینید ما این تجربه رو کردیم، تراکتور بلاروس بردیم نشد، نه در داخل خریداری کردیم نه در بیرون، و اونم شد مفلس و هزارها تراکتور در تاجیکستان استحصال شده بیکار خواب است. و بلاروسیا کشور بلاروسیا قرضی پول محصولاتی که یعنی اون تکنیکی که برای جمع آوردن تراکتور در تاجیکستان روان کرده بودن، پولی اون رو طلب میکند. تاجیکستان که از حسابی که نفروخته است پولش رو دادن نمیتونه. این خبرهاش هم که رسانه‌ای شده بود. این یک ابلهی است. ما باید در تاجیکستان در حقیقت برای اقتصاد تاجیکستان را پیش بردن شرکت‌های میانه، یعنی شرکت‌های بیزنسی میانه سردنی بیزنس رو باید که رواج کنیم. شرکت‌های خوردی یعنی زواد و فابریک‌های خرد استحصالی بسازیم که مردم بتوانند اون محصولات استحصال کردهش را اول در داخل بعد به
شرکت‌های خارجی رقابت کرده بتونن و بفروشن، نه اینکه یک دهنی کلان خب با چندین میلیون سازشنامه به امضا برسونیم و بعد اون سازشنامه سالها همت خوب را استفاده بوده نشود. شما فکر میکنید شوکت جان اون سازشنامه هایی که بین این شرکت ها بسته شدن استفاده میبرن و 20 میلیون و 22 میلیون، یعنی ما در 22 میلیون به ازبکستان چی میتیم؟ بله ما از ازبکستان آلومینی زود گاز میخرد، ولی در ایزوازش چی داده میتوند؟ آلومینی خوب خون داده میتوند، چون ازبکستان میگرد اون آلومینی خوب باز میبرد در ازبکستان، نمیدونم کاسه و خب هر محصولات میسازد و با ما میفروشد قیمت‌تر. این رو میتونه، چون ازبکستان کشوری است که به هر حال هرچی هم نباشد یک استحصالات داره. من نمیدونم این کجا میبرند ما رو ما استعمال کننده. شما درباره کارخانه‌های خرد و میانه صحبت کردید. مثلا همین کشور ترکیه که حالا به یکی از کشورهای مترقی تبدیل یافته است، من در آنجا بودم، زندگی کردم طول 2 سال. اکثریت کارخانه‌هایش از کارخانه‌های استحصالش کارخانه‌های خرد و میانه اند. در آنجا می‌بینید آشیانه‌های استقامتی، بناهای استقامتی همه آشیانه صفرش، یعنی آنها از صفر حساب میکنند، آشیانه صفرش پایان همش کارخانه‌های استحصالی هستند. یعنی اکثر بناها آشیانه های استقامتی که مردمش در آنجا زندگی میکنند میتوانند که یک قدم از همون بنایی که زندگی میکنند دورتر نرفته به خود جای کار یابند. بله درست قید کردید شما شوکت جان. من ترکیه چندین بسیار بودم، با ترکیه تجارت هم داشتم. خب ببینید ترکیه پیشرفتی برد ترکیه و پیشرفت ترکیه یکی از اون عامل‌های اساسی که ترکیه را از یک کشور عقب مانده آورد در 10 ساله اخیر به 20 گونه پیشرفته وارد کرد. خب اون تیم اردوغان با همه کمبودیاش که دارد ولی در این سمت خیلی پیشرفت کرده است. برچون هم از همین است که شرکت‌های خرد و میانه رو خیلی زیاد کردن. اون یک منطقه دارن اقصرای میگن اکثرای. ببینید اگر اونجا رفته باشه شوکت جان، تمام همون منطقه همون رایونی که زندگی رایون استقامتی بود همش جای سودا شده است. شرکت ها در بیرون از استانبول، در بیرون از شهر زواد و فابریکه دارن، ولی مالا و کلاشون میارن در اینجا میفروشن، یعنی شهر رو کردن یک تبدیل دادن به بازار. خیلی شما قید کردید یکم و دویم اتش جای سودا است، چهارم و پنجم آشیانه‌هاش جای اسکلادشون، یعنی ذخیره مال و کلاشون. یعنی این شرکت های خرد میانه یکی از بردهاش چی است؟ قشر میانه و قشر کمبغل جامعه همه جای کار تامین می شود. برای مثال اگر من یک کارخانه میانه می سازم، یک زوادی خرد می سازم، 10 تا خب از خشتوار همسایه خود در اونجا کار میگیریم. یعنی که یک نفر میسازد و حدود همسایه خودش از 10 تا 30 نفر به کار تامین میکنند. این میشود هم مردم میشود با جای کار تامین و هم یکی پیشرفت اقتصاد میشود، چون خریدار پیدا میکنند، اون استحصال شدگی چیز مجبور میشود بیرون میرود. همین برای تاجیکستان ما یک مثال عادی همین استحصال تخم است. اگر شما اهمیت داده باشید چند روز اخیر که هوا گرم شد، خریدار تخم وقتی پیدا نشد، نرخی تخمی که خیلی بالا رفته بود خیلی پایان رفت. یعنی ببینید همون چند کارخانه استحصال مرغ که تخم استحصال میکنن در تاجیکستان هست، اون بین خود رقابت پیدا کردن. اگر همین استحصالات زیاد شود، یعنی که با 10 کارخانه 20 کارخانه استحصال مرغ و تخم در تاجیکستان پیدا شود،
اونا مجبور میشوند تخم خود رو به ازبکستان، نه از ازبکستان به تاجیکستان وارد کنند و از ازبکستان به از تاجیکستان به ازبکستان وارد کنند، به افغانستان وارد کنند این فروشی تخم رو. این میشود از حساب استحصال زیاد، یعنی برای زبان روسی زشاد کچیستا از زشاد کلیچیستا، از استحصال زیاد و داد و گریفت وقتی خرید و فروش زیاد می شود، هم کارخانه بسیار استحصال میکند و میفروشد، هم نرخی مال و کالا ارزان می شود، هم برد اقتصادی می شود در تاجیکستان. این است طرز درستی برای ماندن کارخانه و اقتصاد، نه اینکه این شرطنامه های دروغینی نمیدونم برای هیچ کی نالازمی کی امضا می شود. فقط اینم به خاطر چی امضا می شود؟ به خاطر که شوکت میرزیویف آمد تاجیکستان و در رسانه ها گفته شود که نمیدونم چندین زیاده از 50 سند امضا شد، فقط به خاطر همین است. اگر نه چی این شرکت ها تا این را نمیتونستن بیاین شرطنامه خود رو امضا کنن؟ چی مشکل بود؟ باید در اومدن شوکت میرزیوف رو امضا میکردن. اگر شوکت میرزیوف نمیومد این شرطنامه امضا نمیشه. این فریب دادن خود و فریب دادن مردم است. تماشابینان عزیز، حالا من برادر عزیز فرهاد یک بار به تماشابینان مراجعت میکنم. تماشابینان عزیز، از یکایی که شما خواهش میکنم تکمه لایک رو پخش کنید. خواهش میکنم کسانی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه نشده اید آبونه شوید، تکمه زنگوله رو پخش کنید و کسانی که نفرانی که خواهش صحبت کردن در این برنامه رو دارید، حتما در پایان نوار برای سخنرانی در استودیو به این رقم ها زنگ زنید. گفته رقمی ایما و واتساپ رو گذاشته شده است و در بیگوش استرکمیگان در سطری روان رقم ها نشان داده شده ایستاده است. با این رقم ها می توانید زنگ بزنید و وارد بحث وارد صحبت شوید. رقم واتساپ ما 49 16 06 96 32 81، رقم ایما 49 15 12 90 73 741. می توانید زنگ بزنید، وارد صحبت شوید و با هم این برنامه رو گرفته بریم. حالا یک زن از واتساپ آمد به فکرم. الو ما شما رو گوش میکنیم. برادر عزیز فرهاد دور نروید، ما حتما این صحبت رو دوام میدیم. حالا من چی گفتنی هستم؟ برادر عزیز فرهاد دور نروید، ما اول یوتیوبتان رو خاموش کنید بعد حرف زنید. ما شما رو میشنویم. الو صدای منو داری شما؟ الو نفری که با واتساپ زنگ زدید بفرمایید. بله سلام. و علیکم السلام. جناب من الان در رابطه با صحبتایی که الان میکردین من گوش میکردم. بعد در این مورد من یه مقدار خواهش میکنم بلندتر گپ زنید. من میخواستم در رابطه با این صحبتی که برادرمون الان صحبت کردن من یه مقدار توضیح بدم که اولا باید بگم که من برادرتون از ایرانم. صدایتان پس از برادر عزیز از ایران. خوش آمدید به برنامه. جان؟ بله من میخواستم در رابطه با این صحبتی که برادرمون میکردن یه صحبت بکنم که تاجیکستان به خاطر موقعیت جغرافیاییش و داشتن آب زیاد بعد میتونه این کارخونجاتی که میگفتن میتونه درست کنه در رابطه با جنسای کشاورزی، پرودوکتای کشاورزی و اینا رو به صورت به قول معروف صنعتی اینا رو تولید بکنن، بعد اینا رو بسته‌بندی‌های خوب
توجه میکنی؟ و این بله. هدفشون رو بذارن برای اروپا و کشورهای دیگه، نه کشورهای مثل ازبکستان و این کشورهای نزدیک. هدفشون رو بذارن برای صادرات کشورهای دوردست، چون کشورهای اروپایی این وسایل رو ندارن، این چیزا رو ندارن. اینا اکثرا مثلا میگم شما میبینید لوبیا، اینا یخزده میخورن اینا رو، توجه میکنی؟ کارتوشکا، سیب زمینی، اینا رو به صورت پک به قول معروف صنعتی و خیلی قشنگ صحبت میکردن در رابطه با ترکیه شما نگاه کنی، ترکیه تا چندین سال پیش تولیدات رو داشت منتها فروش آنچنانی نداشت. بعد از مدت ها متوجه شد که چی، اینو باید پکنینگش رو خیلی قشنگ درست اینا رو پکا بکنه تو بسته‌بندی های قشنگ و حتی گرونتر هم میتونه بفروشه اون جنسو. توجه میکنی؟ بله. به خاطر همین من چون میبینم که مثلا تاجیکستان، من مثل کشور خودم میدونم هیچ فرقی نه بین تاجیکستان میدونم نه ایران، یعنی همونجوری که دلم میخواد ایران پیشرفت کنه همونجوری هم تاجیکستان، همونجوری هم برادرای تاجیک هم. فرق نمیکنه. خوشبختی شما خوشبختی ما هست در ایران. تشکر باشم. چون وقتی میبینیم این واقعیت، به خاطر همین من تا جایی که بتونم من دستم بیاد، نه ما کلا ایرانی‌ها برای راهنمایی برای کمک حاضریم. در رابطه با اروپا که میگی، خب من 40 سال اینجا زندگی میکنم، میدونم اینا چی جوریه، خصوصیات اخلاقشون. مثلا این جنسایی که میگم شما، مثلا میگم لوبیا فرنگی ما میگیم، لوبیای سبز هست کوچولو، خب اینا رو شما تولید بکنین، اینا رو توی دستگاهی هست میریزین تو آب، اینو فریز بکنین، فریز میکنین قشنگ صادر میکنین. چقدر کار ایجاد میشه، کارهایی که به قول معروف زحمت زیاد هم نمیخواد، سرمایه آنچنانی هم نمیخواد. بله. توجه میکنی؟ اینجور چیزا کلا روی چیزای کشاورزی و محصولات که یخزده باشه که هر 12 ماه سال شما هم میتونید صادر کنی بفروشه، هم خراب نمیشه، هم آنچنان چیز زیاد نمیخواد، سرمایه زیاد. بله. توجه میکنی؟ بله. به خاطر همین من خیلی دوست دارم که تو این زمینه ها تاجیکستان قدم برداره، سرمایه داراش بیان جلو، دستگاهاش هم اگه نمیتونن پیدا بکنن، اینجا هست، ماها هستیم اینجا، این دستگاه ها رو میتونیم پیدا کنیم، هر جایی که شما بخواید بریم دنبالش براتون پیدا میکنیم، میفرستیم. از نظر به قول معروف نوشتن قرارداد، اون سرویسی که باید بدن، این کارخونه اگر خارج باشن. توجه میکنید؟ محصولات دامی مثلا همینجور، شما پشم، شما میتونید پشمای گوسفند و اونجا شما خودت به قول معروف اینا رو تولید چی میگن به آربیتا یا روش کار کنید. توجه میکنی؟ پنبه همینجور چیز شما باید استفاده کنید. ببین شما نگاه کن الان اسپانیا آب نداره، شما الان هندونه ها رو در اسپانیا ببین، تو میاد اروپا مزه نداره اصلا، هیچ یه دونه تخم بیشتر نداره. خب اینا روش کار شده، رو ژنش اینا رو به قول معروف به صورت صنعتی دارن اینا پروداکتش رو چیز میکنن، هیچ مزه نداره. چرا؟ چون آب ندارن، با کمترین آب میخوان تولید کنن. چیزی که تاجیکستان تا دلت بخواد داره آبه. خب بهترین میوه ها رو شما با بهترین کیفیت میتونید تولید بکنید. یا مثلا کشمش، انگور، شما نگاه کن ترکیه یکی از صادراتش کشمشه، یکی از صادراتش انجیره. شما اینا رو میتونین، اینا رو قشنگ کشمش و انگور ورداری خشک کنی، بسته بندی بکنی، یه بسته 500 گرم اینجا $4 میدم تو مغازه ها شما برید. یعنی خیلی شما نگاه کن الان مثلا هر چیزای پروداکت کشاورزی، منظورم اینه که روی پروداکت کشاورزی، تولیدات کشاورزی تا جایی که میتونیم باید قدم بردارین در رابطه‌اش، برین جلو. صنعت شما نمیتونید صنعت چیز بکنید. توجه میکنی؟ چون مثلا افغانستان چی داره که شما مثلا باش مبادله چی میگن بازرگانی داشته باشید؟ شما باید برنامه شما گوش کنید. اینجا یک نفر میخوام با شما صحبت کنند. برادر عزیز گرامی، حالا فرهاد آدینایف یک برادر ما میخواهند با شما صحبت داشته باشند. بفرمایید برادر فرهاد آدینایف. و برادری که ایران هستند خواهش میکنم
حالا این برادر رو باشن در استودیو من گوش کنید. اولش که ما تاجیکستان 93% منطقه کوهی داریم و 7% منطقه آبی، یعنی زمینی داریم که آبیاری میشه. این خیلی کم است. خب ما در همسایه کشوری داریم که برعکس است. ازبکستان خیلی زمین‌های آبیش زیاد است و مالا و کالای ازبکستان خیلی مثل تاجیکستان است، کمبودی ندارد از حساب گرمایی که ما یک منطقه فقط اون زمین زیاد است. این یک مسئله. مسئله دوم، ما برای اروپا دسترسی به اروپا خیلی مشکل داریم، چون خیلی شما قید کردید منطقه ما منطقه دور از اروپا است. ما یک بازار خوبی داریم، این بازار روسیه است، ما اون رو میتونیم خوب استفاده بریم، ولی متاسفانه کشور ما، رهبریت کشور ما یک رهبریت فساد زده است. ما هزارها گکتر زمین آبی که داریم، بعد همین استقلالیت یک گروه، خب دیگر نمیدونم چخیل اونها رو باید با کدام لفظ گپ زد که شما درک کنید، اونها غصب کرده گرفتن، نه میگذارن که دیگرها دهقانا چیزی بکارن و نه خودشون چیزی میکنن. ما هزارها 150,000 گکترهای کوهی داریم که در اونجا میشود باغ کرد، باغ‌های انگور و دیگر اونها رو همچون چراگاه برای خودشون بند کردن و نمیگذارن که مردم از اونها استفاده برن. این یک مسئله اساسی که شما میگید. برای مثال من شما رو یک چیز رو مثال میارم. من از تاجیکستان بارها به روسیه انگور زدم، یعنی ما مولی که داریم از تاجیکستان خوب میشود، ما انگوری طایفی و انگوری ما اون رو چلیکی میگیم که خوب میشوند، اون رو ما روسیه برده میتوانیم، ولی ما در راه هزارها مشکلات داریم. ما بارها میگوییم بعد کشورمون به حکومت که به سازمان اورو آسیایی که هست روسیه پیشنهاد کرده است، کشور مشترک المنافع یعنی اتحاد شوروی پیشینه با اون داخل شوند، چون اگر اونجا داخل شوند رفت و آمد برای ما آسان میشود، همون تماژن پاشن از بین میرود. اینها هیچ نمیدارند، چون اونها اگر میدارند همون اینترسی شخصی چی میگن، این شوکت جان اینترسی بود فراموش کردم، یعنی منفعت خود ایستگی خود رو از دست میدهند، به خاطر همون شده نمیدارند. اقتصاد ضعیف ما و پیشرفت نکردنی کشور ما از ناتوانی مردم تاجیک نیست، از ناتوانی حکومت است. این حکومت است که نمیگذارد مردم بیزنس داشته باشند. تجارت صحبت کنم. بفرمایید. بله، من الان که صحبت شما رو من خیلی وقت گوش میدم، آقا شوکت و اصلاح و کانالای دیگه و اینها کلا صحبت از آقای امام علی رحمان میکنن، دولت فاسد، دولت که به قول معروف به مردمش ظلم میکنه، مردمش تحت فشارن، اینا نمیتونن کاری بکنن، مردم یه با حالت بیچاره این وسط موندن، نه نون دارن بخورن، نه وضع اقتصادیشون خوب، نه یه دولت دلسوز دارن. توجه میکنی؟ این به عقیده من دو حالت داره. یا این آقا رو یه چیزی هست به نام پتیشن، صدا رو میاد؟ به نهایت خوب میگوید. بله، چیزی هست به نام پتیشن. پتیشن یعنی یه حالتی که شما شکایتنامه می نویسید و 100,000 نفر باید اینو امضا کنن. این 100,000 نفر که امضا کردی اینو میتونی به سازمان‌های بین‌المللی یا حتی رئیس جمهور آمریکا یا سازمان ملل اینو بفرستین، از این آقا شکایت کنی، از این آقای امام علی رحمان با اون پتیشن که 100,000 نفر بشه، اونا باید این موضوع رو بهش رسیدگی بکنن، باید به قول معروف روش بررسی بکنن. خب راه دومش هم اینه، این ملت مظلومو باید شما با دادگاه‌های بین‌المللی، ببینین آقای امام علی رحمان از من که نمیترسه، از شما هم ترسی نداره. ما میگیم تا زمانی که چی میگن پول هست زورم هست، تا زمانی که این آقا دستش پول باشه زورش هم داره، زور داره. وقتی پول نباشه زورم نیست.
اینها رو، این آقا رو میتونن قانوناً خودشو، اینا سازمانهای دولتی، اینا بانک‌ها بیان جلوشو بگیرن، پول این آقا رو جلوشو بگیرن. این فکر نکنه زمین رو میفروشه به چین، پولشو برمی‌داره میبره بانک سوئیس میذاره. اینو نباید شما اجازه بدین. اون به چه صورت میتونین جلوی این آقا رو بگیرین؟ شکایت به سازمان‌های بین‌المللی. توجه میکنی؟ من قبلا هم صحبت کردم، آقایی هست اونم ایرانیه، کاوه موسوی، در سازمان دادگاهی که به قول معروف به جرم رئیس جمهورا چیزهای دولتی میرسن، رئیس جمهور شیلی رو اینا گرفتن، در لندن حکم دادن به دولت انگلیس که پینوشه الان اومده لندن، این حق نداره، همونجا نگرش داره. پینوشه رو نگه داشتن تو زندان تا ببینن کارش به کجا میرسه. این آقای امام علی که از پینوشه گردن کلفتر نیست، باید بدون همچین شما میگوید که هست. یعنی با گفت شما چنانه که فهمیدم این نفر به شکایت مردم شریف ایران رسیدگی کرد، گفتید آقایی که گفتید حامدی، حمید نوری. بله حمید نوری رو الان در سوئد گرفتن زندانش کردن. این کی بود؟ این حمید نوری کی بود؟ این حمید نوری خودش حکم کشتن چند نفر رو داده بود در ایران. یعنی قاضی بود در ایران؟ قاضی بود 30 سال پیش. بله اینها حکم ICC، همین آقای کاوه موسوی که هست، اینها مشمول زمان نمیشه. این آقا اگه 20 سالم فکر کنه خودشو قایم کرده تو ایران، خب ببینید برادر عزیز، تشکر به توصیه های شما. بسیار خوب. یک نفر قاضی که در ایران بسیار مردم را شکنجه میکرد، بله. حکم های غیر عادلانه میداد، آمد در اروپا دستگیر شد. بله در یک سال تو زندان. بسیار خوب. اما سیاست ها برادر عزیز، سیاست ها فرق میکنند. مثلا گریم حالا کشورهای اروپا در یک بلاکاد اقتصادی ایران را قرار دادند. بله این کاری با بلاکت. اما با تاجیکستان، با وجود آن که تاجیکستان یک کشور دیکتاتوری است، با وجود آن که به مردم این چنین فشارها دارد، مردم بیگناه را زندان میکند، هستی دار و مدار ملت را غارت میکند، این کشورهای اروپا، کشورهای غرب این دیکتاتور را دستگیری میکنند و این با مبلغ میدهند، کمک میدهند، گرانت میدهند. بله ببین آقا شوکت، شرایط ها که فرق میکند. ببینید شما فکر میکنید ما با سازمان های بین المللی و بزرگترین سازمان بین المللی جهان، سازمان ملل متحد، مگر شکایت نکردیم؟ شکایت کرده هستیم، ولی میدونید شکایت ها بررسی میشوند، گویا که بررسی شدند و با تاجیکستان هم توصیه شد که ایده از زندانیان سیاسی را آزاد کنند که آنها بیگناه هستند و کمیسیون دفاع حقوق بشر سازمان ملل متحد این را بررسی کرد و قرار خود را برآورد که 13 نفر عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بیگناه بودند، بدون جرم حبس شدند به سالیانی زیاد و حتی به حبس ابد. آنها بیگناه بودند. این را کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به ثابت رساند و به تاجیکستان مهلت داد که تا مدت 6 ماه و این نفران را از محبس آزاد کند. یک. دوم اینکه نفرانی که در حبس کردن اینها شریک بودند دست داشتن، آنها را به جوابگری بکشد، جزا بدهد. سوم به اینها ضرر معنوی پرداخت بکند. اما تاجیکستان این را به ناشنید انداخت، به نادیده گرفت و تا به حال 2 سال میگذارد و اجرا نرسانیده است. و ببینید یک سازمان ملل متحد، قرار یک سازمان ملل متحد را که یک کشور دیکتاتوری به نادیده میگیرد، دیگر سازمان ها چه هم کرده میتوانند؟ سازمان ملل متحد ببینید، شما گفتید از ایران هم به نزدیکی سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی ایران را از حق رای در سازمان ملل متحد ممنوع کرد.
یعنی دیگر حالا ایران حق رای دادن در سازمان ملل متحد را ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه 16 میلیون دلار از سازمان ملل متحد از حق العضویت قرضدار بوده است. بله؟ اکنون ببینید، به خاطر مبلغ از حق رای محروم میکنند، اما به خاطر نقض حقوق انسان از حق رای محروم نمیکنند. به خاطر شکنجه، به خاطر مناسبت وحشیانه به مردم از حق رای تاجیکستان را محروم نکردند. تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد است. ببینید استانداردهای دوگانه چگونه عمل میکنند، مناسبت ها چگونه توافق دارند. برای همین یک کمی مثلا گریم، اگر شما ببینید پناهندگانی که از ایران به اروپا، به کشورهای اروپا پناه برده‌اند، اینها بیشتر از پناهنده هایی که از تاجیکستان، از این کشورهای جماهیر اتحاد شوروی، سابق اتحاد شوروی پناهنده بردند، بیشتر پشتیبانی میشوند. حالا ببینید ایده از آنهایی که از اتحاد اروپا پناهندگی طلب کردن، از تاجیکستان آمده بودند، به آنها نه اینکه پناهندگی دادند، بلکه به تاجیکستان استرداد کردند، به تاجیکستان، به حکومت خودکامه تاجیکستان اتحاد اروپا تسلیم کرد آنها را. این گونه مناسبت ها دوگانه است، توافق دارند. بله شوکت جان، ببین سیاست اروپا در میتونم صحبت کنم؟ حالا ببینید، من نمیخوام، انشالله که بسیار صحبتمون جالب بود، میخوام ما از موضوع دور نرویم. خواهش میکنم. نه، من کلا میخوام اینو بگم، ICC با سازمان ملل فرق داره. سازمان ملل کشورهایی مثل شوروی، کشورهایی مثل چین، کشورهای ابرقدرت میتونن تاثیر بذارن، ولی این سازمانی که در هلنده ICC این کاری با سازمان ملل نداره. برای این سازمان حقوق بشر حرف اول میزنه. توجه میکنی؟ بله. این آقایی که اومد به سوئد، وقتی ICC حکم داد به دادگاه سوئد که این شخص داره میاد سوئد، اینو شما دستگیر میکنی، اینو دستگیرش کردن. توجه میکنی؟ تا باید متخص بشین چیکار کرده چیکار نکرده. این ICC که گفتم در لا هست، این حکم بهت میده و حکمش هم قابل اجراست، ولی شما باید سند داشته باشی. آیا آقای امام علی دستش تو شکنجه بوده؟ مدرک شما داشته باش، بفرست به همین آقایی که گفتم کاوه موسوی. این اصلا تحت نظر سازمان ملل نیست، این خودش یک دادگاه مستقل از سازمان ملله که حکمش قابل اجراست. وقتی رئیس جمهور یوگسلاوی رو حکم دادن، اون بلاسفیچ بود، چی بود اسمش، 2010 بود، کی بود، اونو گرفتن، سوار هلیکوپترش کردن، اونو سازمان ملل نگرفت. سازمان ملل 2 سال قبلش نشسته بود باهاش توی دیتون آفتال نوشته بود، باهاش قرارداد نوشته بود در رابطه با همون چیز، با آقای کلینتون اینا نشسته بودن اونجا صحبت میکردن، قرارداد امضا میکردن. ولی ICC اصلا با اون کاری نداره. این میگه آقا شما دست تو خونریزی داشتی در چی میگن کرواتیان، در بوسنیه شما آدم کشتی، اینم مدارکشه، باید تحویل بگه. گرفتنم بردن سازمان ملل، نه بردن لاهه انداختنش زندان. اونا اصلا کاری ندارن. اون سازمان ملل متاسفانه دوبل مورال که به قول معروف یه چیز دوگانه داره، حرفش یه چیزه، به قول شما پول طرفو نمیدن، طرفو میگه رأی نمیتونی بدی چون پول عضویت ندادی. اونا تو این چیزا چیز میکنن، خودشونو به قول معروف اینوالو میکنن، قاطی میکنن. ولی ICC اینا نیست. ICC حقوق بشر رو ازش مراقبت میکنه. ببین کسانی که حتی
در همون زندانهای تاجیکستان شکنجه میکنن، شلاق میزنن. اینا صحبتایی که آقای موسوی خودش رسما صحبت کرده شنیدم. حتی کسانی که شلاق رو برمی‌داره یه دونه شلاق میزنه اونم محاکمه میتونه بشه، فقط شکایت بکنن ثابت بشه که این آقا شلاق زده. توجه میکنید جزء شکنجه‌گرا بوده. حالا کسانی بسیار خوب برادری عزیز گرامی، صحبت های شما خیلی جالب بودند و کارشناسانه بودند. به شما تشکر میکنیم که در این برنامه ما شرکت کردید و امیدواریم که در برنامه های دیگری ما نیز همین گونه کارشناسانه شرکت میکنید و تشکر زیاد به شما. حالا برنامه را ادامه میدهیم. تماشابینان عزیز، برنامه تحلیلی دیدگاه است و موضوع امروزه ما درباره سفر رئیس جمهوری کشور همسایه ازبکستان به تاجیکستان شوکت میرزیویف است و سازشنامه‌هایی که ضمن سفر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان بین تاجیکستان و ازبکستان بسته شدند. موضوع ما این است و حالا همصحبت من فرهاد آدینایف هستند و ما ایشان را قطع کرده بودیم و صحبتشان ادامه داشت که ایشان را قطع کردیم. حالا به برادر فرهاد آدینایف باز دوباره سخن میدهیم و نفرانی که حالا میخواهید وارد این برنامه ما شوید و صحبت داشته باشید، ملاحظه های خود را ابراز نمایید، بفرمایید وارد شوید. و چند نفری که اینجا بودند به فکرم نخواستند انتظاری بکشند. همین که شما وارد شدید ما حتما به شما نوبت بدهیم. حالا برادر عزیز فرهاد آدینایف، من از شما میخواستم یک چیز را بپرسم. ببینید، دو کشوری همسایه با یکدیگر دیدار میکنند. برای حشمت بخشیدن به این دیدارشان میگویند 36 سازشنامه به امضا رسانیدند و این سازشنامه ها رو بینید اکثرش در سطح حکومت ها نیست. اکثر این سازشنامه ها در سطح حکومت ها نیست بلکه در سطح شرکت ها هست. چون که خودتان گفتید سازشنامه هایی که در سطح شرکت ها به امضا میرسند به رئیس جمهور چی تعلق دارند؟ آیا به فکر شما، به اندیشه شما حتما باید رئیس جمهورها در این سازشنامه ها شرکت داشته باشند و اشتراک آنها حتمی است؟ حالا یک نفر دیگر وارد شدن، آن کس را به استودیو وارد کنید. سلیم، پیش از برادر فرهاد ما شما را میپرسیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در باره امین اومدن شوکت میرزیویف ما همین فکرم گفتیم. اومدن اون با منفعت اویله حل می شود، نه با منفعت مردم. البته درست است که هر یک داد گرفت هایی که شود با منفعت مردم حل شود، این خوب است. یا دولت همسایه باشد یا دولت اروپا باشد یا دولت آسیا باشد، البته این خوب است. شما در اینجا گفتید که برای چی با دولت های اروپا و دولت های پیشرفته داد گرفت کم دارن. من فکر من همیه که تاجیکستان فضا آزاد نیست. از همین سبب فضا که آزاد نیست، از همین سبب اون آزاد نیست. بله، یکم سبب اساسیش فضا آزاد نیست. گارانتی ندارن، اون مبلغ گذاری که میکنن اونها گارانتی معینی ندارد. برای همین دولت های پیشرفته اونقدر هوسمند نیستند با تاجیکستان دادگیری کنند. اساسا سبب اساسی رو من همین فضای تاریکی تاجیکستان میبینم. تشکر به شما. حالا خواهید باز انشالله صحبت میکنند. حالا من به برادر فرهاد سوال دادم، میخوام جوابش رو بگیریم. بله شوکت جان، ببینید من پیشتر هم گفته بودم، من بعضی وقت همین وقتی که همین سازشنامه ها رو میبینید شرکت ها رو خندآور است.
در جهان شرکت های بزرگ هستن، شرکت هایی که تمام جهان اونها رو میشناسد، بین خودشون سازشنامه ها امضا میکنن. حتی این سازشنامه اکثری وقت مخفی میمونن، چون این سازشنامه بین دو شرکت این ربط به همون دو شرکت داره و یک چیز رو میگن که سیری شرکت، یعنی سیکرت فیرم ده. اون شرکت ها بینشون سیر دارن برای که بیزنسشون رفت و خب در آینده کاربر شود و خب یک نتیجه خوب بیاد، بعضی اون سندها رو مخفی امضا میکنن که کسی اون رو نفهمد. وقتی که شرکت این سازشنامه حل می شود، یعنی که وقتی که فایده میورد، بعد مردم یا که دیگر شرکت ها میفهمن که این دو شرکت با هم شرطنامه بسته بودند و این فایدهش رو اکنون میبینن. در ما کار نیست، ولی معلوم نیست که آیا این شرطنامه میشود، اون فقط سازشنامه است ولی این شرطنامه هم نیست. اکثریت اینها شرطنامه نیست، سازشنامه هست. یعنی ما با شما مصلحت میکنیم که در برنامه شرکت میکنیم، ولی من میتونم شرکت نکنم، میگم شوکت جان میبخشید من نتونستم اشتراک کردم. یعنی مصلحت نامه گویم درست میبیاید. بله درست، این همین است. مصلحت نامه این چی است که باید این رو باید نمیدونم رکلام کنید و به تمام جهانی بگید که ما 36 شرطنامه بین دو کشور امضا کردیم، سازشنامه امضا کردیم. فردا میروند باز میکشن اون نمیدونم چند انشاءاتی که یک ماه پس یا که چند روز پس محکم بشود. ما نقض دریا داریم که هر کجایی که رئیس جمهور رفت، هر رایانی که نمیرود یکم انشاءات میکشوید. اون در رایون رودکی شدن، برادران از رادیو آزادی رفتن، شما خوب دیدید که به چی انجام میده. یعنی فرداش رفتن الکی اون کارخانه نبود. ما در اسفره همین چنین حالت رو داشتیم و ثبت کرده بودیم. وقت ما تلویزیون صفا کار میکرد، ما رو به نمایش گذاشته بودیم. امروز آوردن آب رو کشیدن، راه رو آب زدن، نمیدونم گل و کار تگا رفت. فردا وقتی برادرمون رفتن همون مغازه‌ای که کشیدن ترگوی سنتر گفته کلان یک واهمه کرده شدن، فقط فسادی بیرونش هست، از درونش اصلا خالیت، حتی درونش حالا تعمیر شدگی نیست. همین خیلی یک اوبنبار در اسفره بود. تا حال اون چند ماشین رو بردن از بالا موندن، ماشین آب کشیره، ماشین و تراکتور و چیز در حوض آب ریختن که آب بیاید نشان میدن که وده، یعنی که اینجا آب هست. این نمایشگذارات در تمام سراسر تاجیکستان به نمایش گذاشته شده است و ما اینو نقض میدونیم. اگر شما تحقیقات گذارین فردا رحمانوف هر کارخانه‌ای میکشد، چند روز بعدش یا یک ماه بعدش بریم اون کارخانه الکی وجود ندارد. من این شما رو 100% میگم. این همون است، دوام همون است. این یک مسخره بازی است، بیش نیست. ما اگر در حقیقت میخوایم که تاجیکستان ما آباد باشه، درست است ما باید با کشور همسایه رفت آمد خوب داشته باشیم، چون برای مردم آسانی میارد. اگر برای مثال با قرقیزستان جنگ و جنجال نمی بود، برای ما روسیه رفتن خیلی برای مردم ارزان میشد. راه بادکند ارزان، بیشکک هوی میشید، پرواز میکردن با روی ازبکستان و اون یک رقابت با شرکت های داخلی تاجیکستان پیدا میشد. حالا دیگر راه ها را که بستن، دیگر بلیت هر نرخی که خواهند میفروشن. امین است دیگر. یک چیز دیگر گفتنی هستم. یک زنگ اومده است، زنگ رو اول قبول میکنیم بعد صحبت میکنیم. بفرمایید. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، صدایتان کمتر پست است، خواهش میکنم بلندتر صحبت کنید یا صدایتان را اگر امکاناتی بلند کردن باشد بلند کنید. صدا خوب است روزه؟ صدایتان پست است. خوب، اینجا ممکن اگر مشکلی تکنیکی باشد. راستی چی نیست؟ من خوب شد صدایتان. خوب است روزه؟ بله بله خوب است. بفرمایید. خب تشکر برای که زنگ قبول کردید. ما درباره همون موضوعی که روزه صحبت کردید در همون یک پیچی را گفتنی بودیم. خب
پیش همون چی میگن یعنی که پیشوازگیری جناب میرزیویف که از جانب رحمانش که موضوع متنظر دیدیم خب یگان گویم که چیزی بلند نفهمی کنید نیست همون صداش رو چیزی پاس نکنید بلند کنید صداش هیچ کار بله. نکنید بلند کنید بگذار بلند گپ بزنم بله بفرمایید همین خیلی گپ زنید خوب شد نبود خوب شد بله ولی ما اینجا در اینجا من خودم جان اون چی که اون آیان کجا موقع است و در اینجا ما هیچ چیزی نداریم خب مثل همه وقتا همون چیزایی که در همون سالهای 20 سال پیش هم بود همون چی هم اصلا حضور یعنی که اون تغییرات نیست فقط همین نشانتی هست که نمایشتی و دیگه یگان چیزی نام نیست فقط رفتن برادر عزیز میبینم بسیار فکرهای جالب گفتنی هستید اینجا به فکرم از ایمو زنگ زدگی هستید بله بله ایمو بسیار علاقه با ایمو بسیار ضعیف است شما میتوانید توسط رقم واتساپ زنگ زنید و یا اینکه توسط لینکی که نشان داده شده است توسط آن وارد شوید با حتما شما را گوش میکنیم برادر عزیز اینجا توسط ایمو وارد شده هستید علاقه ایمو بنهایت ضعیف است البته توسط واتساپ یا لینک وارد شوید لطفا خب البته کوشش میکنیم برادر عزیز فرهاد من اینجا یک فکر دارم پیش از آن که فکرم رو بگویم از تمام آنهایی که میخواهند در همین باره فکر و اندیشه های خود را بگوید توسط واتساپ زنگ بزنید یا توسط این لینک وارد استودیو بشوید حتما صحبت میکنیم کسانی که اینجا چند نفر به من در اینجا نوشتن گفتن شما برنامه رو در سطح بلند برده ایستاده اید ما در این باره گوش کنیم بهتر است برنامه رو کمتر ساده تر میکردید گفتن برادران عزیز خواهران گرامی برنامه از این دیده زیاد ساده تر و عادی تر نمی شود باید ما دیگه یک در سطح باشیم که مسئله ها مشکلات ها پرابلم ها کمبودی های کشور را بررسی کرده توانیم انا همین خیل ما هم اینقدر متخصص های بزرگی اقتصادی نیستیم در درجه فهمشمان این مسئله رو بررسی کرده ایستادیم شما گفته ایستادید نوشتم به من که شما در سطح بلند برنامه رو برده ایستادید مردمی کنید همین است مردمی ما هم برابر شما هم هیچ چیز زیادتی نداریم فقط همین قدر که چیزی که صرفا میرویم همین رو گپ زده ایستادیم حالا یک نفر وارد شدن بفرمایید اون کس رو گوش میکنیم بعد گام بزنیم بگذار نفری از بولینگ وارد شدن بفرمایید نسیم دولتوف سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اوضاع من خوب میانه کشم خوب است صدایتون برادر عزیز خب من چی میخوام بگم من فکر میکنم که این سازشنامه‌ای که بسته شد بین تاجیکستان و ازبکستان برای مردم برای ملت برای وطن ما برای بودجه کشور ما هیچ فایده ندارد بله این فقط به همون بودجه همون گویم که شرکت فراس و همون دیگراش هم فایده دارد برای ما هیچ فایده ندارد میکنید برای چی شما به همین فکر هستید برای که نگاه کنید وقتی که فرزند یک نفر صنف یکم میرود صنف یکم با جایی که ما بریم حداقل باید که همون به پول باشد اما ما با جایی که با بودجه کشور همون مبلغ بسپاریم 150 چند سومونه 40 چند سومونه ما میبریم در جیب شرکت فراز میسپاریم همون را یک دندان تا میکنی اول در 5 سومون 10 سومون میکندیش عینی حال همون دندان تا کندن از 80 با 100 سومون هم بلند شده گیه یک دندان تا کندن میره خون میسپاری ویچ سپیت میسپاری کیم چی بلای و بدتر براوردن یک دندان 10 سومون میکنده گیره 90 سومون کردن که میره در شرکت فراز آمده میسپاری و همین خاطر من فکر میکنم که هیچ فایده به ملت به کشور ما نداره این همین سازشنامه‌های بستگیشان برای همین مردم امیدوار نباشه که ما یگان پیشرفت کردیم یگان پیشروی میکنیم در آینده
تا وقتی که همین مونوپولیا در تاجیکستان وجود دارد، همین مونوپولیای اویلوی خانوادگی، ما هیچ وقت هیچگاه پیشرفت نمیکنیم و مثل این همین سال خیلی که شرمنده من کردن، در تمام جهان شرمنده شدن که یک بلیت 8000 سومون 12000 سومون فروختن. مردم مجبور شد که به قرقیزستان و به ازبکستان بره و از اونجا سفر کنه به روسیه. این شرمندگی به خدا قسم. وادامه که ما با قرقیزستان جنگ داشتیم، تاجیکستان، مردم تاجیکستان با به همون طرف سفر کردن که از قرقیزستان پریم، برگرداندن همه را. شرمندگی نیست؟ بله شرمندگی است برای علل خصوص برای پرزیدنت، برای امام علی رحمانوف که چه پیشوای ملت، غمخوار ملت، نمیدونم هر چی اعلان کردگی دروغ و راسته، در اصل این یک خیانتکاری است بر مردم خودش، بر ملت خودش. این یک خیانت است. این نظر من از نظر اون مسکه سیاه دارم، نظری او را نمیده. او فقط هم تعریف توصیف پیشواشون میکنن. اونا بلیط های 12000 سومانه را نمیبینن، کورن. اونا شرکت فراز را نمیبینن، کورن. اونا شرکت های رستم آزاده و شرکت ایرس که پول جمع میکنه در راه خوجند دوشنبه، اونا رو نمیبینن. اونا فقط ملت ها نمیبینن، مشکلی ملت ها اینا نمیبینن، فقط پیشوای ملت میگن اساسگذار صلح. دیگه از مشکلی اینا گپ نمیزنن، فقط هم پیشوا. در واقع در اصل مردم مشکلی دارد. مردم بنان خوردن زار است در تاجیکستان. اینا میبرن مسکوی سیاه شو کشیدگی، مسکوتون بگیرین آخه شما طرفدار امام علی رحمانوف هستین. برادر نسیم دولتوف، باز به شما انشالله سخن میدهیم. ما یک گپ اگر همینجا نزنم، یک گپ همینجا نزنم ممکن حاضر هلاک شم. همین پدنالتی در روش مسکای سیاه داره، همین را ببروره که همین برنامه را وایرون میکنه. دینا همین را میبینم، خدا همین را میبینم کایکای تنم میگریزن. ببرور گمش که همین را هر روز در همه جا میبینم. همین پدنالتی همین را شوندیده وایرون میکنه. برادران عزیز علی و نسیم دولتوف، ما اینجا یگان کس به حق نمیتیم که از چهارچوبه آداب اخلاق بیرون گپ زند. یگان کس به این چنین حق نمیدیم. حالا ببینیم چی میگوید. بشنو چی میگوید، منگر کی میگوید. اسم ما یقول ولا تنظر من یقول. حالا ببینیم چی میگوید. امیر جان گپ زن. فقط در سپاس درود اکا جان که اجازه دادین صحبت کنیم. سلام علیکم میگیم به کل مردم تاجیک، به هموطنان عزیز گرامی. فکر میکنم که صحبت شما اویدی رئیس جمهور تاجیکستان و اویدی شرطنامه‌های بین تاجیکستان و ازبکستان صحبت کردید. سازشنامه گفتن، شرطنامه نگفتن. بگذار که سازشنامه. بله. با عقیده این برادرها چی سازشنامه‌ای که بین دولت‌ها میشود، فقط این برادر میگه که با اولیای رحمانوف. بعد این قدر نیازو قدرتی و این قدر میگیم که وین و دیگر اینا هم از اولیای رحمانوف نمیتونن. این شرکت فراز هم همچون یک چیز دولتی است، در وجود دولت همه حسابات این در دولت است. برادر که چیزی که نمیدونن، چیزی که مثلا تحلیل نمیکنن، نمیخونن، بهوده که بسیاتی همینجا صبر کنید، بعد صحبت رو ادامه میدیم. همینجا صبر کنید. شما خطا کرده. شرکت فراز شرکت دولتی نیست. شرکت فراز شرکت شخصی است و صاحبش کی است؟ شمس‌الله صاحبوف. بله؟ از انداز آزاد است. شمس‌الله صاحبوف شرکت فراز. شرکت فراز دولتی نیست و همه بیزنس های تاجیکستان رو اکثریتش رو مونوپولی کرده است. با یگان خلق، دولت، حکومت ربطی ندارد. با اویله رئیس جمهور، با داماد رئیس جمهور ربط دارد. دوام گپتون رو دوام دید. فقط خواهش میکنم امیر جان، یک خواهش از من به شما، با چیزی که آگاهی ندارید، درباره وی معلومات ندارید، خواهش میکنم از هوا گپ نزنید. گفتید شرکت فراز دولتی است، دولتی نیست. معلوماتتون نبوده است. جایی که معلومات دارید، گپتون رو اگر ثابت کرده میتونید، با دلیل، با اثبات گپ زنید. از هوا گپ نزنید. خواهش میکنم. بفرمایید، دوام دید. بسیار تشکر.
من حالا کامپیوتر نیست که ما برای شما اون هویت ها اون دلیل رو پیشنهاد کنم. من کامپیوترم تلفن خالی داخل شدگیم یکمش دیمش که اون شخصایی میگن که چیزی که در داخل تاجیکستان است اونا به بودجه دولت نالوگ میسپرن. یگان چیزی نیست که غیر از اون نالوگ نسپره در بودجه اون داماد چه یا که فرزند چه یا پسرشه. این کلا همه به بودجه دولت نالوگ میسپرن. همینجا بیست گوش کنید یک دقیقه همینجا بیستید بیاد هر یک سخن رو به دلیل گپ زنید. شرکت فراز گفتید که نالوگ میسپرد انداز میسپرد. برای این گپتون دلیل لازم است. همین سال آیا آگاه هستید که شرکت فراز به بودجه تاجیکستان یا که به نظارت انداز چقدر انداز سپرده است؟ خبر دارید؟ من نکم میگم که واقعا من شما را برای حجیت پیشنهاد من کامپیوتر ندارم. شما معلومات دارید که به دقت ما تماشابینان ما برسانید که من معلومات دارم. من میدونم که شرکت فراز به نظارت انداز جمهوری تاجیکستان واقعا انداز سپرده است. معلوماتش در فلان سایتش یا که در فلان سامانه رسمیش دفتری مطبوعاتیش نشر کرده است. همین معلومات را شما دارید؟ همین معلومات ما کامپیوتر همین معلومات در شما هست که شرکت فراز انداز سپرده است. این معلومات هست. کمی کجا؟ بیاید من در پیشم من اینترنت هست نشان میدیم. گپ شما رو ثابت بکنیم. بیاد با هم ثابت بکنیم. اگر ما شرکت فراز بگذار یک دقیقه بفرمایید. پس شما منو بگید که من بگذار که در همینجا خطا کردیستم که شرکت فراز نالوگ در بودجه دولت نمیسپرد. پس شما اثبات کنید که نمیسپرد. پارلمان کشور اینا گفت، دپوتات ها گفتن، ما نه. بله آنم دپوتات ما نه. در اینجا تماشا کنیم. من گوش کنید برادر. دپوتات در رادیو آزادی بزن تماشا کن. ما اینجا خالت بچه خالت اینتر هر چیزا میمونه. هیچی را نمونده مطرح میمونده. معلومات تازه داریم. ببینید معلوماتی که هست حاضر میموند. همین تداوم کنین. شرکت تالکو شرکتی که خسرو بچه رئیس جمهور رهبرش است. حسن اسدالله زاده بزرگترین قرضدار از شرکت برق تاجیک است. بزرگترین قرضدار تاجیکستان از انداز است. انداز نمیسپرد. پول برق را نمیدهد. ببینید برادر عزیز امیر جان، انا همین شرکت تالکو 30% تمام برق تاجیکستان 30% استفاده میکند. پول نمیدهد. ما برق نداریم. در زمستان قهرتون همین سال دیدید شرایط تاجیکستان چخیر بود. همین شرکت تالکو 30% اگر در تاجیکستان زیاده از 200 نیروگاه های برقی هست. استحصال برق وجود دارد. زیاده از 200 نیروگاه های خرد و چندین نیروگاه های برقی داریم. ما نیروگاه های بزرگ از روغون، نورک، سنگتوده 1، سنگتوده 2، قیراقم و هاکذاها داریم. همین 30% یک همین شرکت استفاده میکنه. 30% تمام همین ها 30%. یعنی از یک حصه برق را یک شرکت یک زواد استفاده میکنه. ولی حالا پول برق را نداده است. پول برق را شما ندهید امیر جان، رفته برق خونتون رو میبرد. نظارت اگنتی کارمندی برق تاجیک این شرکت 30% برق تاجیک را استفاده برده پول نمیدهد بر زمین. همین شرکت 60% استحصال برق گیس نورک را استفاده میکند. 60% استحصال گیس نورک را، یعنی نیروگاهی برق آبی نورک را پول نمیدهد. قرضدار است. انکون ببینید شما پول برق را میدهید، اندازتون رو میسپرید، اندازه خونهتون رو میسپرید. بودجه از همین اندازه شما تاجیکستان یک کشوری استحصال کننده نیست، کشوری استعمال کننده است. بیشتری بودجه کشور از حساب انداز پر می شود. ببینید همینجا از حساب شما انداز را سپاریدید، بودجه تاجیکستان حاصل شد. بله حالا من در سرشوی برنامه گفتم که از حساب بودجه تاجیکستان
از سال 2009 والا پیشش حساب نمیکنیم 2007 هم اینچنین بود تا به همین روز از حساب همین پول شما برادر عزیز میلیون ها میلیون دلار از حساب بودجه قرض این شرکت داده شده است یا اینکه بخشیده شده است. شرکتی که باید شما نگاه کنید در مدت 30 سال یک سومونی درآمد کردنش به تاجیکستان فایده آوردنش به تاجیکستان اعلان نشده است. شرکتی که یک سومون اگر شما گویید که همین شرکت تالکو در مدت این 30 سال یک سومون زیاد آورده است من انمی خیلی معلومات دارم من همین روز همین برنامه رو میبندم دیگر برنامه نمیکنم برنامه تنقید کننده دیگر برنامه نمیکنم. یک سومون درآمد ندارد فقط ضرر با برزم این برادران عزیز گذارید همین تیلا را که استخراج میکند تالکو گالد سرمه نقره آهک چیزی که یابد اینا میگیرد چیزی که یابد میگیرد پول دادن نیست به کشور. من انمی شرکتی تالکو چیزی که یابد سرمه هایمی نقره هایمی سیماب هستمی تیلا هستمی انگشت هستمی همه رو میگیرن پول دادن نیست. شما بگوید که پول میدهد نیست پول دادن گزارش نیست. اینها رو به کجا میبرن؟ شوکت جان بحث‌های سعودیشان یعنی شرکت حالا بحث‌های سعودیشان وقتی که در انگلستان شد برادر فرهاد در یاد دارید شوکت جان بخشش یک دقیقه بخشش شاید حالا در امریکا بحث رفته شده است. حاضر یک دقیقه اکنون ببینید برادر عزیز این رو یک میگه همین یک نفر حسن اسدالله زاده همین شرکت سومون ایره که حالا این برادر نسیم دولتوف گپ زدن به همین حسن اسدالله زاده تعلق دارد که مردم رو سرسون کرده شده است. فهمیدید برادر عزیز همینجا در برنامه‌های ما امیدوارم شما آینده شرکت میکنید فقط با معلومات درست. بله برادر عزیز خواهش میکنم بدون معلومات درست سر مردم رو گرنگ نکنید. معلومات درست رو پیدا کنید آموزید بیایید. اگر واقعا شما درست میگویید ما اشتباه همان رو تن میگیره و میگیم که در همین مسئله نادرست بودیم شما درست بودید ما این کمبودی ما رو اصلاح میکنیم. لیکن بدون معلومات درست یک اجازه تمام صحبت برادر سلام نباد رو به دیگران میدهیم. عبدو مولان بله عبدو مولان بله بفرمایید برادر. السلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم به همه اشتراکچیان و به جمعی تماشابینان برنامه شما. تشکر به شما. و میخواستم اگر با رخصت شما البته شما رخصت دید با همین امیر جان یک دو سوال کنم. برادر عزیز به امیر جان نه اگر گفتنی درباره موضوع دارید بفرمایید. اگر به امیر جان باشد ما امیر جان را سنجیدیم دو چیز رو پرسیدیم که بدون دلیل گپ زد. ما نمیخوایم که گپ ها بدون دلیل در برنامه رفتن گیره و وقت دیگران رو بگیریم. خوب شده است باشد. من درباره سفری کاری پرزیدنت کشوری همسایه میرزیویف شوکت با جمهوری تاجیکستان همین رو گفتنیم که پیش از همه این سفر از اون جهت به من معقول نیست که مثال برای او با سفری کاری با تاجیکستان می آید با جمهوری جان و جانی ما و اونجا چند نفر دانشجویان رو به چی احوالهای یک دو ماه پیش تیاری و چی رو سر کرده بودند و آنها چقدر مثال چی کشیدند. یکمش این من چی رو امروز یک چی فهمیدم یک بحث رو در آیچی محمد اقبال برادر محمد اقبال اونجا یک کسی دعوا دارد که این میگه در قانونی همین واخوری پرزیدنت های دولت ها میگه همین چیز هست گویا که همین چیز در قانون
در چارچوب قانون در آورده شده. همین من پرسیدنی بودم که همون قانون کدام قانون است که در او قانون آمده باشد که برای یک تا پرزیدنت کشوری همسایه با سفری کاری خودش برای منفعت های خودش با کشوری همسایه براو همین که خلق ای کار و زندگیش باز مانده، مثال آوارگردی پیشوازی چی رو کنن. نمی شود که اینجا چه خیلی که برادر فرهاد اودینایف بود اگر خطا نکنم قید کرد واخوری دو پرزیدنت از اون کانسلر گرمانیا انگلا مرکل و چی رو ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسیا رو. این می شود که یگان کس برآمده رقص نمیکنه، یگان کس برآمده دوایای پیشواز نمیگیره، شخصای رسمی میروند خیلی 10 کس باشد 20 کس باشد پیشواز میگیرن میبیاین میشینن سری مسئله چیزی که داخل دار است صحبت میکنن، سازش نامه‌ای که لازم است امضا میکنن، باز میخزن میره و خیلی بگذار بشینن انا یک سری دستورخوان. این وی ما است، البته این چه که میگوین عادت ما است. بشینن یک سری دستورخوان، سری یک پیاله چای با اونجا یک صحبت کنن، بعد بخزه برود سری کاری خودش. این اشکامغاس برود سری کاری خودش. چی لازم است برادر؟ همین همش چی لازم دارد؟ همین قدر یکمش این که مبلغ خرج کردن، دومش این که همین قدر مردم رو سرسون و سرگردون کردن. چی لازم، چی ضرورت پیش اومده؟ ببینید برادر عزیز، همینجا ما میتوانیم قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف رو ببینیم. در قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف آمده است که استفاده دانشجویان، خوانندگان مکتب برای کارهای جمعیتی که به خوانش آنها خلل وارد میکند منع است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف را بکشوید بخونید. همین خیلی ماده وجود دارد که استفاده خوانندگان مکتب، دانشجویان به کارهای جمعیتی که به تحصیل آنها خلل میرساند منع است. من برادر شوکت همه برنامه شما رو باری دیگر قید میکنم، پیگیری میکنم. در این باره به نزدیکی برنامه شما بود. بله. معارف و حکومت نام داشت. بله. در آنجا شما این مسئله رو اگر خطا نکنم همین قانون درباره معارف جمهوری تاجیکستان رو اگر ماده به ماده نباشد هم که باب به باب شما تحلیل کردید اونجا. بله. و در همون جا این چیز رو ذکر کرده بودید. من خوب در خاطر دارم. بله. کسانی که از این برنامه ما را از شبکه یوتیوبی پیام تیوی با نام معارف و حکومت دریافت کنید، همین موضوع را پیگیری کنید. در آنجا ما در این باره صحبت کرده هستیم از روی قانون. تشکر. کجا میشود؟ حالا ببینید وقت دیگران رو هم نگیریم. اینجا برادر فرهاد گپ زدنی بودن، حالا ما یک زنگ رو قبول میکنیم، بعد برادر فرهاد، بعد باز همین خیلی رفتن میگیریم. فکرهای خود رو جمع کرده ایستید برادران عزیز. زنگ تلفنی. الو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوده برادر مردم مهاجر، من از مهاجر هستم، از شهر مسکو زنگ گرفتم. پروژه ما با امو امیر جان من در مهاجرم کوارتیر کوتیسن میگه وطن سوده تنجا تینان در کوتیوی درمد هر گپا گفتیسه که وطن تنجا شما چی بازی دولت گپ میزنید. هم با ما طرفدار حقم که مثلا ما کوارتیر کوتیسن در بیرون مسکو فورم بردیسن مراجعات ما با امو امیر جان پدرنالا خواهش میکنم بدون تاخیر حرفتون رو بگویید بدون تاخیر. میشود بدون تاخیر گپ زدن. بفرمایید.
او برادر نکواد ویدیویی خاطر زنگ میدم نشون میتون ماله در جامعه چیکو کردیم در تای بارون ماله وارد شوید با ویدیو ویزوف توسط لینک وارد شوید برادر عزیز من کنیکشن اومدم مدت ما با پدانالات که میگه حالت تنج ما در آسیا چیکو میکنیم ما 2 میلیون گشتیم بله با خدا قسم قلم کرده که اون خودش باکیم در مهاجرت با میگه که نه وطن تنجه وطن تنج با شما در چیکو میکنید در سرگردون بسیار عجیب است برادر عزیز تشکر به شما اگر خواهش داشته باشید توسط لینک وارد شوید حتما با سیمای خود صحبت میکنید انشاءالله. حالا برادر فرهاد بفرمایید. اینجا من همون یک فکر داشتم با شما میخواستم همین رو یک کم ببینید وقتی برادرها صحبت میکنن هر نفر با چنی فهمیشش صحبت کردن در کار. شاید امیر جان سطحی فهمیشش خیلی پست است چون درباره نه برادر فرهاد و شما آگاه نیستید این برادر امیر جان به ما خیلی انسان شناس هستند سطحی فهمیششون هم خیلی شناس هست و برای همین پیش از سخنرانیش چند برادر پیشگیری کرده گفتم که التماس همین به همین برادر سخن ندهید وقت رو نگیرد گفته خواهش کردن این نفر خیلی شخصی مشهور هستند. انا برادر فرهاد ببینید حالا حکومت جمهوری تاجیکستان که امروز در رأس حکومت امام علی رحمان با حکومت جمهوری ازبکستان در رأس حکومت جمهوری ازبکستان با شوکت میرزایف گفت و شنید دارن صحبت دارن و شوکت میرزایف در تاجیکستان است خوب میشد که از این واهمه ها دست بکشند و یک اعلانی آزادی فعالیت اقتصادی فعالیت صاحبکاری بین صاحبکاران هر دو کشور را میدادند و در بین ازبکستان و تاجیکستان یک منطقه آزاد اقتصادی تشکیل میشد که در اونجا هم صاحبکاران تاجیکستانی و هم صاحبکاران ازبکستانی مناسبات های خود را به میان ماندند پیاده میکردند. چیزی دیگر اینها میباید سازشنامه به امضا میرسانیدند که یک سازشنامه یا یک شرطنامه بین حکومت ها به امضا میرسانیدند که به نفرانی که خواهش دارند با جمهوری اسلامی با جمهوری همسایه ازبکستان با صاحبکارانش همکاری کنند از بازارهای همدیگر آزادانه استفاده برند این رو اگر به سازش میرساندند به نهایت خوب میشد. ببینید بعد از واخوری شوکت میرزایف با رئیس جمهوری تاجیکستان کشور ازبکستان بعضی از همین چی میگویند امتیازهای را به صاحبکاران تاجیکستانی داد. مثلا گریم اگر خطا نکنم به صاحبکاران تاجیکستانی که مالهای ازبکستان را آورده در تاجیکستان میفروشند امتیاز داد. قرض بانکی میدهم گفت قرض بانکی حتی با پسترین فایز اگر خطا نکنم یا اینکه بدون فایز. انا کنون ببینید ازبکستان این گونه پیشنهاد رو کرد تا اینکه مالش را بخرند با همین مبلغ بیارن در تاجیکستان بفروشند. یعنی ازبکستان با همین کارش بازار تاجیکستان رو از خود کردنی شد. یادتان هست فرهاد جان و دیگر برادران که مرا میشنوید در سرحد ازبکستان و تاجیکستان به خاطر زیاد وارد شدن حالا درباره تخم گپ زدیم جنگ و تلاش شد به نهایت با نرخ ارزان مثلا یک پول ندارد ازبکستان پولش داد گفت که مال من رو ببر در تاجیکستان بفروش
او با او هوسمند است مال ازبکستان رو گرفت در تاجیکستان فروختن رو سر کرد مثلا گفتم تخم رو اویله رئیس جمهور با خبر شد با چند نیرنگ تخمش مهلتش گذشتگی بوده است تخمش صفتش پست بوده است نمیدونم صفت تخمی پست رو پوچاقش رو گرفته اینها چه فهمیدن که تخمی وای پست بوده است و ها کذا ها خیر این بگذار چنین باشد با همین بهانه ها چیکار کردن اینها با همین بهانه ها واردات تخم به تاجیکستان از ازبکستان را محدود کردند برای همین هم ببینید تاجیکستان رقابت کرده نمیتواند حتی در رقابت آزاد تاجیکستان توان قدرت رقابت آزاد را ندارد برای همین وقتی که میبینیم این طور هست در رقابت آزاد تاجیکستان کارناشایم است تاجیکستان نمیتونه رقابت آزاد کند دانسته می شود که در این رقابت های بزرگ و در این سازشنامه های بزرگ چگونه تاب می بیارد سازشنامه های 22 میلیون دلاری 3 میلیون دلاری و هاکذا ها چگونه تاب می بیارد من همین رو میخواستم از شما و دیگران رو نظرشون رو بپرسم ببینید شوکت جان من برادر فرهاد زنگ رو از تلفن قبول میکنیم بفرمایید برادر فرهاد ببینید شوکت جان بسیار خوب درک کردید در اونجا یک مسئله تخم نبود ارد هم بود بله طریق پنجکین تو خوجند وقتی ارد گذاروندن ارد زیاد چون ارد نوی ازبکستان یک نوی ارد خوب دارد که خیلی برای مردمی منطقه سوق هم ارزان است هم خریدار بسیار دارد که اونها بسیارتر همون نان پس‌ها استفاده میبرن خیلی خوب است و این بسیار با کیسه اویل ضرر آورد البته و اون رو کردن محدود این یکی از اولین ها شده بعدی وقتی که ما سردی بین تاجیکستان و ازبکستان یعنی وقتی اسلام کریموف مرد و شوکت میرزیویف شد و یک چند قپس یک سردی ها از بین رفت و یک مناسبت خوب پیدا شد این حادثه رو ما دیده بودیم ولی پیشنهاد من اگر که شوکت جان ما در یک جای دیگه هم ذکر کرده بودیم ولی متاسفانه این چیز خب جدی بررسی نمیشه و در تاجیکستان کسی این مسئله رو جدی نمیبیند اون اکونومیست که زونایی که میگه برای مثال در میشود نه فقط ازبکستان یک منطقه هست در بین قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان در برای مثال قوقند رو بگیریم قوقند ازبکستان در اونجا میتوانیم یک اکونومیست کیزان یعنی یک منطقه بدون گمرک بازار باید باشد یعنی هر نفری که مولات کلوچا خواه از تاجیکستان خواه از قرقیزستان خواه از ازبکستان میارد در اون بازار وارد میکند و هر کسی که از اونجا خریداری میکند بدون گمرک است یک همین خیلی بازار دیگر در جنوب یعنی که ما داریم یک منطقه ترسونزاده اونجا رو ریگر میگیم میتوانیم در اونجا بکشیم این سرحد بین ازبکستان و تاجیکستان است یعنی یکی از در تاجیکستان یکی از در ازبکستان چون اگر ما این گونه رقابت نداشته باشیم باز همین مناپولی را استفاده میبرن از مناپولیا و مولا و کالای لازمی خودشونه نمیگذارن محدود میگذارن ولی اگر یک ازبکستانی راحت بتوند بیارد مول و کالاش را در ریگر بفروشد ترسونزاده و یک تاجیک بتواند که مول و کالاش آزاد در قوقند در ازبکستان فروخته بتواند همچنین اون قرقیزستان خیلی یعنی یکی از قدم های اولین و یکی از رفت درست اقتصادی بازرگانی و رشد اقتصاد در آسیای میانه یکی از این همین است همین شرط است که یک بازار مشترکی چون ببینید ما در روسیه همین کار رو دارد روسیه در یکی از منطقه های روسیه کریم رو همین خیلی اکونومیست زون اعلام کرده است و بعضی شرکت های ترکیه و بلاروسی اینا همون منطقه رو استفاده میبرن و مالا و کالاشون میارن همونجا با هم خرید و فروش میکنن این در جهان یک چیزی مشهور است این چیزی نو نیست بله تشکر تاجیک مسلم آماده شوید حالا ما یک زنگ را از تلفن قبول میکنیم زنگ تلفنی بعد از اون تاجیک مسلم بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گپ زنم ممکن بفرمایید ممکن است برادر شوکت جان من همه چه گفتنی هم که از اون دولتی که 185 سال همو قبولش
همون قبولای بدگویی ما داره. نباشد پرزیدنت یک شخصی که مردم وی انتخاب میکنه. در تاجیکستان ما پرزیدنت خودش انتخاب میکنه. گندگی کثافت ملت ما در همین هست. برای همون نباشد خیلی اومد پرزیدنت باید هم خیلی قبولش کنن با هم خیلی روا. وی هم یک شخص و یک اون آدم از آسمان آمدگی نیست. تو همه چیز تو مردم یک شعور مردم شعور پرزیدنت هم بلند نشود که هم خیلی انسان و یک قبول کند هم انسان گسیلش کند یک اون تغییرات نمی شود. در تاجیکستان ما پرزیدنت همون خیلی که مردم هیچ حساب نمی کند و برای مردم کین که یک چیزای نادرکار شده رفته و با فکر و رفتار خودش کار میکند مردم روی مردم دیگه یا وای دیگه است و همه وقت فراموش میکند که کیسه خودش از کیسه مردم فرق نمیکند همش کیسه خودش. برای همون مردم تو در سر دولت یک حکومت مردمی نشود در اونجا یگان تغییرات نمیشود. این شدهش هم ممکن نیست. برای اینکه یک آدمای باید سر دولت بیاید که باید اول حیثیت ملی داشته باشن. حیثیت ملی قوت داشته باشن که برای ملتش جان دهد، برای ملتش کار کند، دلش برای ملتش دلش برای هر یک فرد تاجیک سوزد. از کودک تا 30 ساله وقتی که بیچاره 300 تومان یا 300 تومان نفقه میگیرد باید خیلی زندگی است. مثلا همون افسرش با رتبه پالکونیک نفقه میبراید 1500 تا $150 نفقه میگیرد. در $150 زندگیش برزن میشود. یا که کارگرش 2000 سامان میگیرد. 5-6 کودک دارد، 8 کودک دارد، 2000 سامان میگیرد و از کجا زندگیش برزن میتونه. مجبور ایوه دوزی کنه. من پیش همین آدم ها را چیز میکردم نسبتی و یا بدبینی میکردم. یا از طرف دیگر فکر کنید همون آدم ها مجبورن که همین روهای بد برود. وقتی که تو برای درست زندگی تا برزن نتونی مجبوری که همین روهای بد هم درود. یعنی همین حکومت مردم را خودش به سوی بدکاری تیله میدهد. بله؟ و یه حکومت مردم به همین راه برسونده است. کار نیست با آدمایی که در دیگه جا کار میکنن و یا به جایی که دستگیری کنن و یا همین فقط برای مردم حکومت دارای ما باید تروریست و در کجا آقا هم از تروریست باشه. ما چی تروریست تبعید شدیم. واقعا عموما در تاجیکستان کلمه تروریست گفتن تروریست گفتن این کلا خطا است. بله. در یگان جا توگری نمیبرد. برای مردم فهمونه که بحث کنن درباره تاجیک‌ها را تروریست گفتن. بله. تاجیک اگر تروریست نبود در تاجیکستان حالی تیم که نیمی حکومت از میزدن کش. برای تاجیک مردم فکر جنگ کردن هم ندارد. کسی که فکر جنگ میکند و خودش آدمی بفهم است. باید فقط برای آسایشته ما مثل دولت بیاییم. این حکومت دورا را هم خیلی فهمونه خودشو پرد توی نروه. ببینید برادری گرامی به یک مسئله مهم داخل کردید و بسیار هم خوب قید کردید. ببینید این نفرانی که شما حالا مردمی که در تاجیکستان هستید ببینید در سر راه ها عکس های ما را زدن، ماده هایی که کودکس های جنایی 307 زدن، تشکیل گروهی جنایی. بله اگر همه این آدمی که به تشکیل گروهی جنایی متهم می شود با گروهی مسلح و هاکذاها، اگر این آدم ها این طور باشن خاکتان را با آسمان میبرد شما را. اگر واقعا همین خیلی واقعا دعوای شما واقعیت می داشته که اینها در حقیقت تروریست هستند و به همین ماده 307 که شما آنها را تهمت میکنید واقعا آنها همچنانی که شما تهمت میکنید همین آدم باشند،
خاک شما با آسمان برداشته میشد. آخه من به همون کارگرای پلیس یا که کارگرای امنیت عقل ندارن که همین مردم هم کرونا میبرن و محکم میکنن. حالا شما رو زدن، کفتن، کشتن، به ضد شما سلاح برداشتن، اون طرف ایستاد سر یکیتون رو یک بیچاره سیله نکرده است اقلا، یا چشمش رو به سویتون علو نکرده است. این چی خیلی این تروریست بوده است این که او را با مود 307 تهدیدش میکنید. چی خیلی تروریست بوده است. اقلا سوی شما چشم علو نکرده. بس کنید مردم دروغ و راست برده محکم کردن. بس است. شما آینده فرزند آینده خداتون فکر کنید. و شما فردی همون توجه که نسبت نخود ملت خود از آدم رفتارهای بد کنه و این فرزند به فکرم علاقه کنده شد. تشکر به این برادری که برادری ما هستند. روسیه یک جای دیگه میرن فقط پولیس دیگر پولیس لعب میرن. خوب برادر عزیز گرامی با ما زنگ زدید و ابراز اندیشه کردید، به شما تشکر زیاد. حالا یک وقتی ما که به ما جدا شده است نهایت کم مونده است. یک نفر رحمت تشکر به شما. خدا احتیاط کنید. رحمت سلامت باشید. دو سوال دارم. چی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا یک دو سوال دارم. یک سوال مکه اما تاجیکستان قطع قرقیزستان جنگ کرد چی شد اما یگان تاجیکستان یگان پول گشید یا نه؟ اما قرقیزستان گرانی ساش همش محکم کرد نفرده اون تاجیکستان یگان چی شد یا نه؟ چی میگن؟ پول زای تاجیکستان یگان چی شده باشه یا نه؟ برادر عزیز امیدوارم که اکونومیکاش یگان چی شد؟ حاضر برادر عزیز، پیش از همه امیدواریم که حکومت جمهوری تاجیکستان در این مسئله بسیار جدی کار میبرد و امیدواریم که حتما با فایده تاجیکستان این مسئله حل می شود. اما از روی رفتارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، از روی نتیجه های گفت و شنیدها، از روی همون فعالیت هایی که امروز رفته ایستاده است، این امیدواری ما دور نمیکشد و فکر میکنم به فایده تاجیکستان این مسئله حل نمی شود. برای چی؟ برای اینکه ببینید آخرین خبر در رسانه شنیدیم که واگن های پستگاه تاجیکستان در منطقه شرقی تاجیکستان در لخش 1 کیلومتر یعنی 1000 متر پیشتر برده شده است و این دعوا رو قرقیزستان کرد و به همون سرحد قامچیبک توشیف رفت به سایمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان زنگ زد، گفت که بیا اینجا صحبت کنیم. بعد از آن که با سایمومین یتیموف در آنجا قامچیبک توشیف صحبت کرد، با این سازشنامه رسیدن که 3 کیلومتر دور میبرد این پستگاهش را تاجیکستان. 1 کیلومتر نزدیک رفته است نرفته است این رو هیچ کس نمیدوند. شاید هیچ جا نزدیک رفتگی نیست. اون خاک تاجیکستان بود، زمین تاجیکستان بود. اما بعد گفته شنید جانب ها به این نتیجه رسیدن که این پستگاه 3 کیلومتر درونتر تاجیکستان میرود. در جنگ های در مناقشه روزهای 28 29 اپریل که ما 19 شهید دادیم، تقریبا 90 نفر زخمی شدند، زیاده 80 نفر زخمی شدند. چقدر ما برد کردگی بودیم، لیکن نتیجه گفته شدید این شد که همه چیز با بجای خودش برمیگردد، حتی سختگیرانه از پیشتر قرقیزها جدیتر شدند. ما آرامتر، ما عقب نشینی کردیم. قرقیزها حالا هم در حالت هجوم هستند. از وارخ به ما خبرها میباید که گرد وارخ را عقاب کفتن، یعنی چی میگن، جایی که افسرها یعنی تیاری با جنگ کمین میگیرند گردابگرد وارخ.
حالا به این هیچی جانب تاجیکستان واکنش نشان نداده است. برای همین بیایید پیش از همه امید ببریم که در این آرام بودن های حکومت جمهوری تاجیکستان نمایندگی مذاکرات جانب تاجیکستان در سرشان یگان فکرهای خوب است. به این امید میبریم. باز هم دعا میکنیم که این مسئله به فایده مردم، به فایده ملت تاجیک حل شود، اما باید بی‌پروا نباشیم. تا اینقدر بی‌پروا نباشیم که حکومت جمهوری تاجیکستان، حکومت نه، عائله رئیس جمهور تاجیکستان چی که خواهد کردن گرد. ما به این حق نداریم، به این باید کوشش کنیم. سلامت باشید برادری عزیز گرامی. برادر فرهاد یگان گفتنی دارید برادر عزیز؟ ولی من پیش از اون که برنامه رو ختم کنیم، چون وقتم خیلی زیاد شد، فکر میکنم من به هر حال امید دارم که خب در تاجیکستان مردم به خود می آید و کوشش به خرج میتید که از حقوقهای خود دفاع کند، حقوقهای خود رو طلب کند، چون به مردم ما هیچ کار کرده نمیتونیم. این مردم است که میتواند حکومت ها رو عوض کند. برای ما چنانچه این برادر سوال دادن، یگام جنگ فایده نمیارد، چی با قرقیز باشد چی داخلی، جنگ فقط خرابی میارد، ضرر میارد و ما باز هم عقیب‌تر میرویم. به خاطر همین باید که ما یگام راه مصالحانه باید یک راهی رو یابیم که یک طریقی به خشونت این حکومت رو از بین بریم و فقط ما میتونیم یک حکومت مردمی میتواند دیگر رئیس جمهوری ازبکستان هم نمیدونم قرقیزستان هم یا امریکا است، اروپا است، هر کجای میاد مردمانه پیشواز بگیرد، نه اینکه راه بندی باشد. میدونم ما ها دانشجویا تیاری با پیشوری یک روزه یا 2 روزه کدام رئیس جمهور بیچاره مشروف کنن و تیاری بینن و رقص و بازی کنن، میلیون ها دلار از بودجه باید که صرف شود و چند سازشنامه دروغین هم در قبالش امضا شود. این همش دیگه بس است. من فکر میکنم مردم باید به خود آید. دیگر پناهتان به خداوند هر چیز زودتر برادرای زندانی ما را آزاد کند و تاجیکستان ما را یک کشور پیشرفته بگرداند. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. تماشاگران گرامی، با ما بودن برادر عزیز گرامی ما فرهاد آدینایف، فعال سیاسی. تماشاگران عزیز ببینید، برای خوشی رئیس جمهوری تاجیکستان و ازبکستان شوکت میرزیویف و امام علی رحمان 250 نفر حافظان سرایندگان دعوت شدند. 250 نفر مشهورترین سرایندگان دو کشور. این که مبلغی کم نیست. کمش $1,000,000 رصد می شود، یعنی مصرف می شود. کمش $1,000,000 اگر زیاد نباشد، چندین برابر این گفته من نباشد. اگر 250 نفر حافظی که سراینده که چندین نفر دیگر با سراینده دارد، نوازنده دارد، پردازگر دارد، لباس پوشان دارد، تکنیک دارد، هیچ نباشد 5-6 نفری آدم دارد هر یک نفرش. این تقریبا 1,000-1,500 نفر میشد. مهمان خانه ها چند پولیاند. خوراک آنها 3 ملجر 3 وقت. خوراک آنها، گشت و گذار آنها چند پول می شود. یک حافظ از هر دو کشور یک تایی نماینده، 2 تا حافظ بس نیست. به همین دعوای شما اگر راست باشد که شما آبادی هر دو کشور رو میخواهید، آبادی تاجیکستان رو میخواهید، این مبلغی که به خاطر خوشیتون در 1 ساعت 2 ساعت یا 3 ساعت به خاطر خوشیتون اینقدر $1,000,000 مصرف میکنید، اجازه بدهید به مردم که یک کارخانه $1,000,000 سازند نمی شود.
یک کارخانه که سالهای سال به شما تشکر گفته مردم از آن رزق روزی اهل عیالش را دریافت میکند. همین مثال بس است که شما پیشروی خلق رو نمیخواهید، آبادی کشور رو نمیخواهید. شما نمیخواهید که در کشور یک کارخانه قامت راست کند. چی رسد به سازشنامه های 22 میلیون دلاری، 5 میلیون دلاری، 10 میلیون دلاری. شما در همین واخوریتان 1 میلیون دلار اکنام کرده نمیتونید. 1 میلیون دلار اکنام کرده نمیتونید. از شما هیچ بوی امیدی نیست که شما این مصرف های هنگفت را، این سازشنامه هایی که با مبلغ های هنگفت به امضا میرسند، شما این را غیر مقصدناک استفاده نمیکنید. و شما که باور میکند که شما غیر مقصدناک استفاده نمیکنید، حالا که در واخوریتان اسراف بالای اسراف است. در واخوریتان اسراف بالای اسراف است. از شما چی بوی امید است؟ برای همین وقتی که واخوری ها نمایشکارانه می شود، از واخوری ها فقط هیبت و حشمت میماند، نشان داده می شود و سازشنامه های دروغین با نوشتجات های دروغین 22 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 20 میلیون دلار گفته می شود، هیچ بوی امیدی نیست. تنها نظر فریبی مردم رو فریبی است، دیگر هیچ چیز است. محترم رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، حتما نمایندگان امنیتی شما، مقامات انتظامی شما مرا گوش کرده ایستاده است، چون که گپ درباره شما رفته ایستاده است. وقتی که شما به تاجیکستان آمدید، خوش آمدید، نوری دیده تاج سر. برایتان احترام قائل هستیم. تا به امروز همچون یک فعال سیاسی، همچون یک نفری که قریب هر روزه برنامه دارم، یک حرف بر ضدتان نگفتم. ما میدونیم چندین دوست و رفیق داریم که ده ها عیب شما را میگویند. حالا کم کم شما نیست خبرها رو خوانده ایستادیم، کم کم شما نیست به سوی دیکتاتوری قدم مونده ایستادید. نصیحت های برادرتان امام علی رحمان رو گرفته ایستادید. ریش مردم رو الکی تراشیدن رو سر کردید. رومال مردم رو گرفتن رو الکی سر کردید. کم 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 انگور دیده رنگ میگیرد گفته میگویند. شما هم انگور دیده رنگ گرفته ایستادید به سوی دیکتاتوره. الکی ریشه دواندید، فکر کرده ایستادید که به قوت شده ایستادید میشود به سوی دیکتاتوره حرکت کرد. دیگه اون وقتها گذشت است. ما در بسیار برنامه هامون از سیاست درست شما، از سیاست مردمی شما مثال میبریم. کوشش کنید که ما خطا نکنیم. ما به شما بسیار امید کلان داریم که به سوی دیکتاتوره نمیروید، لیکن بعضی از کارهای شما ما را نگران کرده است. ببینید حتی شما توسط همون نماینده های خود میگفتید که به شما این گونه خیلی که مثلا گریم به یک جا مهمانی میروید، میبینید که بسیار تشویش کشیده است، میگوید که بسیار تشویش کشیده ایده. میتوانید توسط سفیرتان میگفتید که بسیار تشویش نکشد. برادرم امام علی رحمان یک با جایی که به مهمانی من اینقدر بسیار صرف میکند، یک پرابلم های خودش را بیند. اگر شما هم اینقدر هنگام طلب نمی بودید، این گونه طلب میکردید، توسط آدم های خودتان خبر میفرستادید که اینقدر مردمش را امام علی رحمان سرسان نکند برای پیشواز شما. و جناب رئیس جمهور امام علی رحمان، خواهش میکنم، حالا ما از شما تا به حال کمبودی ها را گفته خواهش کرده ایستاده ایم و شما از ما دیو میتراشید با آن کودکس های جنایی جمهوری تاجیکستان. ما اون دیو هایی که شما میگویید نیستیم، فقط به کمبودی ها اشاره میکنیم تا اینکه اصلاح شوند و ما پیش رویم. ما کشورمان را آباد گل شکوفان دیدن میخواهیم، نه این هنگامه های شما را، نه این رقص و بازی های شما را. ما میخواهیم که
شرایط به میان بیاید که مردم خودش از خرسندی برقصد، از داراییش برقصد، از شادی فرحش برقصد، با طور سنی مردم را آورده شما مجبوری رقصانیده ایستاده، در تگ برای رقصیدن مجبوری آورده، شما در تگ آفتاب مردم را مشق رقصیدن داده ایستاده، مجبوری. ما میخواهیم این رقص های مجبوری از بین برده شوند. مردم از آبادیش برقصد، از خرسندیش برقصد. ما این را میخواهیم. همین تروریستی است. اگر ما تروریست می بودیم، اگر جرم ما، این گفته های ما، این کردار ما، این رفتار ما به ماده 307 راست می آمد، شما امروز در تاجیکستان نبودید، نه همچون رئیس جمهور. حتی این نفرانی که شما به ماده 307 تهمتشون میزنید، اگر در حقیقت دعوای شما راست می بود، شما را حتی تا به زندان راه نمیدادند. 307 آخر. ولی شما را میماند که شما سود میشوید، طبق قانون جزا میگیرید. کسانی که واقعا کار و رفتار کردارشان به 307 راست میبیاید، شما را میمانند که تا زندان میروید و مرافعه سودی میشود. نه، تقدیر قدافی در جسم جانتان تطبیق میشود. تطبیق شده ایستاده است. نه، از این عبارت که شما دروغ میگویید، با فریب مردم را پشت پنجره های زندان میبرید. اگر شما دعوایتان درست میبود، هر روز به جانتان تهدید میشد. حالا به جان شما اون طرف ایستاد، به جان یکی از فرزندانتان، عائلتان تهدید نشده است. به جان فرزندانتان، عائلتان اون طرف ایستاد، به جان یگان کارمندتان، وزیرتان تهدید نشده است. دعوایتان دروغ است. آخر چند بار از دروغ ساختید که همین را نشان بدهید که واقعا همین خیلی است، لیکن نتوانستید. دروغ برآمد، هیچ کشور دنیا باورتان نکرد. پس این دروغ را بس کنید. رقصیدن های مجبوری، اجباری، صنعی را بس کنید. رقصانیدن ها را از جمله بیایید شرایط مهیا کنیم که برقصیدن راست بیاید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. تشکر به آنهایی که ما را پیگیری کردند. تشکر به آنهایی که در برنامه ما شرکت کردند و سخنرانی کردند. تشکر به آنهایی که برنامه ما را پسندیدند و تگمه لایک را پخش کردند. تشکر به آنهایی که تگمه زنگوله را پخش کردند و تشکر به آنهایی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی آبونه شدند. آنهایی که آبونه نشدید، خواهش میکنم به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید. این گونه صحبت ها ادامه دارند و این گونه صحبت ها را حتما در همین شبکه یوتیوبی پیام تیوی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.